sorduk. Bu günlərdə mühəndisi cəhlə görə danışacağam və mühəndisi cəhlə görə danışacağam və eləyə bilsəm 2 kitab müəllif eləyəcəyəm, eləyə bilməsəm 1 kitab müəllif eləyəcəyəm. Sonra bəlkə Oğuz bəy cənabları ilə də danışdıq. Əgər bir iş qabağa çıxmasa. Ərz eləyim ki, gedək kitabın mən icazənizlə farsça danışacağam, çünki bunu istəyirik tamam o adamlar ki farsça dilini bilirlər, onlar da eşitsinlər. Onlar ki deyirlər biz türkü bilmirik falan. Onlar da bilsinlər ki mühəndisi cəhl nə cürür. سلام علیکم دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 26م از مهندسی جهل 36م از مهندسی جهل در خدمتتون خواهم بود. ما امروز مثل روزهای قبل میخوایم از تمدن ترک ها 2 کتاب رو حداقل به شما یا 1 کتاب رو یا 2 کتاب رو به شما معرفی بکنیم که بدونیم چه اتفاقی در گذشته افتاده برای ما و چجوری اینها آثار تمدن مکتوب ترک ها رو به عنوان اینکه نیست به ما تحمیل کردن که چنین چیزی وجود نداره. خب ببینیم که امروز چه کتاب‌هایی رو میتونیم کنز الاسرار و ببینیم حالت شعری خواهد داشت، چی خواهد داشت، اون رو بعداً میبینیم. بعد مگنترات. هندرات یعنی چی؟ هندسه رو یه چیزی ازش میدونم، اما دیگه مگنترات رو هیچ نمیدونم یعنی چی. حالا این 2 کتاب رو اجازه بدید 1 کتاب دیگه هم باز بکنیم، اگه منشآت ویسی یا ویسی، این رو هم باز بکنیم. حالا برگردیم و بریم سراغ این کتاب. اول مقتل حسین. این کتاب رو ما هفته پیش این کتاب ها رو دانلود کردیم، حدود 30 کتاب هست، داریم یواش یواش اول نشون میدیم، دربارشون صحبت میکنیم. اول یک دیدگاه خیلی خلاصه و کلی به کتاب داشته باشیم. این جلد کتاب هست، این صفحات کتاب رو داریم میبینیم. این خط کسیه که این کتاب رو بخشیده، وقف کرده، احتمالاً این خط نویسنده است. کتاب آسیب دیده، اگه دقت بکنید پایین به نظر من کتاب چیز شده، سوخته، به نظر من اومدن روی یک کاغذی چسبوندن، به نظرم میاد. ولی اگر چسبونده باشه ما طرف بعدیش رو نمیبینیم، یک طرف رو نمیبینیم. اگر هم نچسبونده باشن که وضعیت دیگه نمیدونم چیه. من تخصصم نیشتر نیست که نمیتونم در اون این با خط کتاب داریم آشنا میشیم دیگه. حالا در متنش به ترتیبی که بریم توضیح میدیم. این کتاب در 210 صفحه نوشته شده، ولی در چه تاریخی نوشته شده؟ 762 قمری، هجری قمری 762، الان 1446 هستش. اگر من بیام اینجا برم کلکولیتر رو بیارم، ماشین حساب رو باز بکنیم و بنویسیم که 1446 منهای 762 اگه اینجا بنویسیم و جمع بکنیم 684 سال پیش این کتاب نوشته شده است. خب در رابطه با چی هست؟ در رابطه با مقتل حسین هستش، در مورد حضرت امام حسین یک کتابی نوشتن. حالا ببینیم چی هست، باش با موضوعش هم آشنا بشیم. ما میدونیم که مقتل معمولاً چیز دیگه عزاداری هستش، داستان اون چیز رو توضیح میدن، حالا چقدر دروغ و راستشو معمولا دیگه قاطی میکنن دیگه. شعر میدونی که تو شعر انسان ها، خود منم اگه شعر بخوام بگم مثلا میگیم که میخوام بگم دلم خیلی آشوب داره، خیلی ناراحتم، میگم مثلا göyler kimi ağlar مثلا، انگار که مثلا آسمون داره میباره مثلا. حالا اگه یه مقدار ببینیم آسمون بار میبارد و فلان، یعنی که اینا نه، اینا دیگه شعر زبانش اغراقه و تو تاریخ هم اغراق خیلی زیاد شده. حالا برگردیم این کتاب رو میبینیم، آخرش هم بریم ببینیم که کتاب چه شکلیه. مهرش هم دیدیم، این صاحب چیز اون واقف
آدم خیلی پولداری بوده این واقف، من اسمش رو یه لحظه دیدم. خب این جلد کتاب رو دیدیم و که دورش فیروزه‌ای هست، نمیدونم از اول بوده یا بعدن شده یا یه پارچه هست روش انداختن کتاب رو عکس گرفتن، ولی اینجا هم یه چیزی دیده میشه دوباره. بو حقیر فقیر پرتقصیر از سید الحاج عبدالقادر معروف به امیر خواجه کمانکش اسکداری، بو کتاب مستشابه. همون آدمه. این رو به مسجد حتما والده عتیق جامع شریفینه شل شرط ایله وقف ایلدم، اینم مهرشه. متوجه شدیم. اینجا یزید بخت و بخشایش گرو، یعنی نه اینو بذارید بزرگش بکنیم ببینیم یزید چی هستش. و بامر ایزد بخشاینده به امر یا به نام این نمیدونم ایزد بخشاینده و بخشایش گره. ببینیم این کتاب اینجاش به نظر ما که فارسی ایزد و بخشاینده از این حرف و بخشایش و اینا این یا کرده یا گرا هستش. ببینیم اول الله آدنی ذکر الورم ادولم. اول الله این حالا نگاه کنید دوستان، همین اولش بذاره اینو دوباره بزرگترش بکنیم که با کتاب بهتر ببینیم این کتاب رو. دوستان کسایی که دارن الان از یوتیوب به طور زنده میبینن، کتاب رو داریم صفحهش رو نشون میدیم و متوجه میشید. ببینید همین کلمه اول الله آدنی ذکر ادولم اگه دقت بکنید با صدا گذاری شده، هم ا داره هم آ داره. این آدنی هم میتونید بگید، آدنی هم میتونید بگید، آدنی. میبینید آدنی ذکر ادالم قدرتیندن سنفینی فکر درم یا سنینی صنعه سنینی فکر ادالم اولدور آخر پادشاه لایزال اول قدیم و قادر اول بی زوال اول آخر و کریم کارساز ظاهر و باطن در اول بنده نواز. اینجا شد دیگه نیلیم کیم سنئی بیتون و گیاز kim yaratmış yani ki yaratmış ogir cehd hamd و ogir جهد سپاس. احتمالاً جهد نیست، حمد و سپاس. حالا میبینی که این کتاب به ترکیه آغشته به عربی هست. بریم صفحه بعدی ببینیم که اونجا چی میشه. حالا مقتل چی جوری شروع میشه. هم ikinci bari Ömer'dir به نام ol امیر المؤمنین شاه کرام ol üçüncü یادی عثمان حبا جامع قرآن شاهی اتقیا. حالا احتمالاً از اول ابوبکر رو گفته، احتمالاً اینجا اون رو گفته دیگه. حالا اگه من بتونم اونو یه مقدار اینجا بیارم پایین که ببینیم. نعت چهار یار رسول الله رضوان الله علیه. اولش در مورد حالا حضرت محمد و اینجور چیزا، خود خدا و حضرت محمد اینا احتمالاً حرف زده. پیغمبران اینجا موسی رو میبینیم، در مورد موسی و اینا چلیم و فلان صحبت کرده. حالا اومده به 4 نعت یعنی ستایش 4 یار رسول الله رضوان علیهم. یادی ادک ابوبکر صفا کانی صدق یازو یارو غار. حالا نه اینجا چی بوده افتاده. بعد اینجا میاد ikincisi چیه؟ هم ikinci bari Ömer'dir به نام ol امیر المؤمنین شاه کرام ol üçüncü یاری عثمان حبا جامع قرآن شاهی اتقیا
اول بری geldi Salli Murteza, Ali Murteza, Şah din ana gelip dur العطا هل عطا، میگه آیه هل عطا در حق اون اومده. شاه دین و ana gelip dur هل عطا. آنlar oldu can من از کار دین، از ارکان دین. آنlar oldular امام المتقین، همشون امام متقین şodan. Onların eşkini her kim sidqla senledi gözlüğünde ol iman bela. Senledi ihtimalen nemiyorum yani çi ihtimalen senledi gözlüğünde ol iman bela. Kim beladi birbirinden abra, kim beladi ya belazi, kim beladi birbirinden abra, آخرinde tamu odine kira. بعضیشو دیگه من نمیفهمم. حالا اینجا میاد دیگه، حالا ببینیم kerdilersin dilersin. Ger dilersin rahmet hakim ersin, Mustafa yarenlerini göresin. Onların oğladı ashab-ı bina had خوش رضی الله دیلم بزبهم. ولی بعضیاشو نمیتونم بخونم دیگه، علتش اینه که من با زبان این آشنا نیستم و زبان ترکی منم خوب نیست، یعنی اصلا خوب نیست من زبان ترکی رو. آغاز داستان مقتل حسین. حالا اولش میبینی که وقتی اینجوری مینویسه آغاز داستان مقتل حسین، اینم آغاز نیست، آغاز احتمالاً از آغاز میاد، آغاز داستان مقتل حسین. eşidün imdisin ray dostan, eşidün imdi siz ey dostan, söyleyalım biz acayip dastan, kimler oldu cihanda ey sana, bircekler گوش محمد مصطفی. احتمالاً این نمیدونم کوشه برجیک نمیتونم بخونم یعنی چی. برجکن کوشه محمد مصطفی ol ciger گوشه رسول کردگار کربلاده oldu ana کارزار. مقتلیnden ببینید کارزار، مقتلیnden ol امیر المؤمنین bir Hüseyin'in Bekke'de birin edin. ol Yazid خار حیکم شاهدی، خار جیکم شاهدی. حالا اینجا میگم منکر بدبخت ادب مکر آهدی یا مکر آهدی. حالا دیگه در مورد امام حسین شروع میکنه به داستان سرایی. بریم ببینیم که مثلا یه چند صفحه بریم پایین. روایت کردن. رواسی آبله روایت ایلدی. راویسی حالا اینجا مثل نقطه افتاده، آدم نمیفهمه که این نقطه رو باید بخونه نخونه. راویسی آبله روایت ایلدی
söyledi. اسم اون کسی که این روایت رو گفته محنق ابن محنق لوتغله، ابن نهلق ابن لوت söyledi. Kim 8 günde erişti ol gulam, Mekke şehrinde oturmuşti ol imam. در 8 روز رسید به نمیدونم کجا و در شهر مکه نشسته بود آن امام. Feldiler öldüm haber kim ya emir. Kıldılar öldüm در همون دم خبر دادن kim ya emir ای امیر. کوفه‌den قاصد bir erişti ای بشیر. قاصدی از کوفه رسید. اول امیر مؤمنین ابن علی dedi سهورن آتارو یا و بی یا ولی. حالا نمیدونم دیگه، اینا رو نمیتونیم بخونیم. به هر حال میبینیم این کتاب بعضی جاها مسلم سعدلی کوفه geldikten بیان ediyor. حالا اگر دقت کرده باشید در اینجا اسم این رو راوی روایت کردن، اینجا کردن آورده بود، یعنی مثلا فارسی بکنه این رو، اینجا راوی روایت کرده، اینجا هم دوباره اونو گفته بود. اینجا نعت 4 یاری رسول الله صلی الله رضوان الله علیهم اجمعین، اینجا هم مثلا نعت 4 رو آورده بود که مثلا به نظر میاد که فارسی میخواسته بخونه یا بگه اینجوری. اینجا هم که بخشایش رو دیدیم، ولی از این صفحه به بعد میبینیم که تیترا دیگه عوض میشه. عجبا این تیترا رو خود نویسنده نوشته یا بعداً یکی نوشته، من اینو نمیدونم. مثلا اینجا رو مسلم سعدلی کوفه geldikten بیان ediyor. این اینجا اشعاری رو در این زمینه میاد بیان میکنه. جواب دادن امیرالمومنین حسین ابن علی رضی الله علیهم، حالا جواب میده به چه کسی؟ گفتن عبدالله ابن عباس. دوباره اینجا میبینیم که به فارسی داره مثلا اینجاها رو، یعنی این تیترا به فارسی نوشته شده. ختم شعر، بذار ببینید این گفتن عبدالله چی گفته. سندن ابرو دبر در bana derler haram senin umidum benimdir صبح شام. senin umidum benimdir صبح شام. senden abru ya emirelmuminin dünyada eşret bana olsun haram. حالا میبینیم که اینجا کتاب شعر هست، مقتل یعنی همین ختم şiir. Bu farag ile bunlar ayrıldılar. Eşit senin kim iş naqil diler یا آنن ناقل دیلر. حالا کتاب قابل خوندن هست به نظر من، میشه کتاب رو به راحتی خوند. یه مقدار باید بر روش زحمت کشید، با خط آشنا شد. احتمالاً بعضی از حالا این کتاب استاندارد نوشته شده دوستان، یعنی صداها رو آورده، ادبی هست، شعر هست. حالا شعر چون یک داستان رو داره حکایت میکنه، مثل شاهنامه که یه داستانی رو داره از یه جایی شروع کرده، از زبان افراد مختلفی سخن گفته و خودش هم چیزایی کرده، اضافه کرده و کم کرده، داره یه داستان رو حکایت میکنه. اسمش مقتله به خاطر اینکه در رابطه با قتلگاه و قتل کشتار داره صحبت میکنه، اسمشو گذاشتن مقتل. در حقیقت کتاب شعری هستش، یک داستان رو داره. مجلس دوم روش، حالا مثلا ما اینو چی باید بخونیم؟ من نمیدونم که باید آدم عادت بکنه این کتاب رو بخونه، با سبک فکر این آشنا بشه، با خطش آشنا بشه،
با لغات در اون زمان ترکی چجوری تلفظ می شده، با اون آشنا بشه، با کلمات حالا مربوط به جنگ و قتل و کشتار و خونریزی و خبر و اینجور چیزا باید سیاسی، غیر سیاسی، دینی آشنا بشه تا بتونه این کلمات رو هم درست بخونه، هم بر اساس اون اراده نویسنده بخونه. ما خودمون خب الان بر اساس ذهن خودمون میخونیم، یعنی الان این کتاب رو یکی 800 سال پیش نوشته، ما الان اینو میشینیم با ذهن امروز خودمون میخونیم، نه با ذهن 800 سال پیش. در نتیجه این کتاب دیگه اونی نیستش که اون نوشته. ما برای اینکه بتونیم بفهمیم اون با چه احساسی، با چه دیدی، با چه اندیشه‌ای این کتاب رو نوشته، باید برگردیم لغت رو به اون معنی که این به کار میبره مثلا به کار ببریم. روش اصلا اگه اینو تشدید فرض بکنیم، روش ikinci مجلسی، نمیدونم حالا روشن ikinci مجلسی آغاز edelim، شعر هنیکینی بناساز edelim. eşidimdi ey aziz باصفا نجا اولدی حال آل مصطفی. ببینید الان مثلا در شعر صداها رو تغییر میدن دیگه، یعنی برای اینکه آهنگ داشته باشه، موسیقی داشته باشه، برای هماهنگی صداها و موسیقیایی شعر، مثلا نجا رو گفته نجا، برای اینکه میخواد اشید امدی ای عزیز باصفا نجا اولدی حال آل مصطفی. حالا اینجا به نظر میاد که مثلا اینجا ها این آ کوچیک باشه برای اینکه روش یک ساکن گذاشته، یا نمیدونم مال له هستش رفته رو آ گذاشته. این دیگه به نظر من اینجوریه، یعنی حرکت رو یه مقدار عقب گذاشته. حالا برای زیبایی اینا میگفتن در گذشته که یه چنین کاری رو انجام میدن. یا خود و ملعون خارجی نیلدی اول عبید الله بخوام نجا کر ایلدی. این چی نمیدونم الان این چی میشه، مثلا وارد اول نابکارون. حالا نگاه کن اینجا ند دیده میشه، این لامبکارون بیرگولی یک گولی داشت، بیرگولی این حالا بچه این باید رون ikinci، این هنوز این معنی نمیده رون یعنی چی. اینجا آن بکارون بیرگولی یازمک اوگیمک ده وارد علی. اون در این نابکار یعنی اون عبیدالله یه برده ای داشت که میتونست بنویسه و بخونه. یازمک اوگیمک ده وارد علی کافری دی هیل کار مردار دی رول عبیدالله تغرا یا یاردی. تغرا اگر اشتباه نکنم به معنی بیرقدار یا بیرق باشه، نمیدونم یه علم باشه، یه چنین چیزی، یا اگر باشه مهر باشه، نمیدونم تغرا ممکنه مهر باشه. یاردی عبیدالله تغرا یاردی. sildi bir gün söyledi bir gün Ubeydullah ana ya mübarek bir sözüm vardır sana. Gel benim ol sözümü eşit budem gıygu gerçi gıygular çi گدرو شاز و آدم. حالا دیگه بعضیاشو اصلا نمیتونم بخونم. کتاب رو حالا خیلی دیگه روش همین که میخواستیم بگیم که آقا یک مقتل نامه‌ای در حدود گفتیم 800 سال و 800 سال بود، گفتیم 762 نوشته شده باشه، اینم 800 خورده سال بود که
حالا اگه دوباره برگردیم اینجا کلکولیتر به ما نشون بده تاریخش، گفتیم که 1446 مینهای 762 مساوی 684 سال پیش اینها رو نوشته و خطش خط خوبی هست، میشه خوند، کتاب خوب مونده نسبت به این 680 و چند سال خوب مونده. اینجا یه مقدار به نظر ما که مداد عوض شد، یعنی نویسنده عوض شد از اینجا یا قلم، حالا یکی نگاه کنید از اینجا دیگه کاملا عوض شد و اینجا خیلی خودشو نشون میده. اینجا دوباره به نظر من سبکش یه مقدار تغییر میکنه ولی هنوز استاندارد مینویسه، یعنی صداها رو روی اون علائم و حروف میذاره که خواننده متوجه بشه. حالا دوستان اگه بخواید مثلا تاریخ امام حسین رو یعنی مقتله ها رو مقایسه بکنید، میتونید با این مراجعه به این کتاب ترکی ببینید که 682 سال پیش مقتل رو چجوری نوشته و چقدر، حالا به هر حال 762 سال نگیم 700 سال از قتل امام حسین گذشته و تو این 700 سال چقدر دروغ به این ماجرا اضافه کردن. این کتاب حاصل اون مجموعه دروغ ها و راست هاست که به دست ما امروز رسیده. ولی خب ما اگر این رو با مقتل هایی که امروز می نویسن یا چاپ کردن مقایسه بکنیم، تازه متوجه میشیم که عمق این دروغ هایی که از در این 682 سال اضافه کردن چقدره. این برای ما از اون جهت خیلی مهمه. اینجا این قلم خیلی عوض شد و به نظر من زیباتر هم شد، برای همین ببینیم که اینجا یکی دو سطر از اینجا شعر گفتن یاران حسین، حالا در میدان جنگ هستن به احتمال قوی دارن شعر میگن. اول بارنلر ایدر ای ناج الرجل، ای احتمالا تاج الرجل، تانه گلسون اسمنه بی زوال. این دا رجال اول یاد نلر یادنلر ادر ای تاج الرجال تانه گلسون اسمنه بی زوال. Sad mezarın canımız ölse bizim, sad hezaran canımız olsa bizim, ayağın toprağına olsun feda یا فلان ملان سلان چی این میتونه باشه. من فدا خوندم، فدا نمیشه چون این یه اسم میتونه باشه سلان اینجور چیزا. Ne kökülle seni bizden qıyıb canımıza necə qılavuz و بال. حالا دارن این به اسم خودش از طرف جمع داره شعر میگه دیگه، این تصور میکنه که جمع نشستن و دارن این براش شعر میگه. بریم اینا مجلس چهارم. این مجلس ها که اینجا آورده مثل پرده است، نمایشنامه، پرده چهارم مثلا. حالا این نمایشنامه پرده چهارمش رو داره توضیح میده. بریم صفحه 50 این در صد این رو ببینیم که تو اینجا چه خبر هست. راوی روایت کردن، حتی این معلومه که اگه یک کسی که اینو نوشته خودش ترک بوده، برای اینکه این ادبیات فارسی، البته ما امروز داریم اینو میگیم، یعنی امروز ما شناختی که از زبان فارسی داریم این مدل هست. ممکنه در گذشته راوسی ایله روایت ایلدی
ravisi eyle rivayet eyledi, emre nehs aşub sözü söyledi. Kim eğer söyleyeydi ol mutevar, ol ceriden götürerdi demar. Tağıdı ben ol yeri pehlevan, döne geldim ki çıktı nagahan. Döne geldi kim çıktı nagahan. حالا دارید میبینید که این باز ترکیه و کتاب ادامه داره. مجلس ششم دوباره اینجا پرده بعدی شروع، بیان ادلم. ببینید دوباره ششم مجلستن بیان ادلم. مثلا آیا این ششم مثلا همون ششم هستش؟ احتمال میدم ششم باشه، ولی خب جمله بندی دیگه فارسی نیست، ترکیه. حالا شعر گفتن اون ابن علی. حالا یکی داره شعر میگه تو جنگ، داره یکی شعر میگه. این دیگه امکان نداره که داره آدم داره خودش یا آلتمن امر نحس بدگمان. احتمال میدم این بد باشه. این نقطه ها به نظر من خیلی هم معنی نمیده، برای اینکه بیشتر برای زیبایی گذاشته. یا التمز امر، یا التمز امر نحس بدگمان، bilmiyasız Tanrı'dan siz hergiz aman. Bilmiyasız این او هستش احتمالا. bilmiyasız Tanrı'dan hergiz aman. Dini dünya با بکن خرج eyledin. Tamude galasız bari niye kuman. Ben eğer olursam giygu degün, babama kavuşurum budem روان. حالا یواش یواش آدم با خوندن چیزها یواش یواش میفهمه که این چه شکلی حرف شعر رو مینویسه. که سایه kalmadı dünya yaqin, sizdəxi qılmay sizdə dür همزمان همان. sizdə dəxi qılma yok, یه سر dür همان. این دیگه اینجا رو نفهمیدن. میگم ترکیه من متاسفانه در حدی نیست که بتونم بخونم کلمات رو و خوب بفهمن. چون قیامت yarın ola aşikar, birbirinin sırrı olsun ayan. دیگه من زورم نمیرسه آقا جان این کتاب رو بخونم و اینجا خطش دیگه بهتر دیده میشه. بعضی وقتا باید کتاب رو به اندازه خودش دید که بشه خوند. Yedi günden yıraq eyledi, axdı bunları xoş seylidi. Aydır imdi nə dilərsiz ey göz, gəndə gül. دیگه
من نمیتونم بخونم دیگه، اعتراف بکنیم که سواد من برای خوندن ترکی کافی نیست. ولی خب این کتاب رو بدونیم اینجا 927 گذاشته، احتمالا این کتاب رو در 927 خریده. یعنی حالا ببینیم که آیا احتمالا یه جایی این باید یه شاعر یه چیزی در رابطه با این گفته باشه. تاریخ سنه اینجا گفته که و احسن الیهما تاریخ سنه 27 720. اینجا من اینجوری میخونم تاریخ سنه 27 یعنی 720. اینجا نوشته 762. 42 سال فرق هست بین این. و تسعمه. اوکی اینو من باید بخونم، اینو تسعمه هم میخونم من دوستان، ببخشید. گفته که پس اینجوری باشه تسعمه اینجا، اگر و تسعمه سنه 27 و تسعمه 700 و این تسعمه میشه 727 یا اینجا 62 من باید 20 وقتی باشه این میشه 27 باید باشه، این باید باشه. حالا 709 باشه 727. اینجا نوشته 927 927. این در این تاریخ نوشته 927. درسته دیگه. سادش میشه 6، سابع میشه 7، تسعه میشه 9. درسته. تسعه میشه 9، تسعه 927. احتمالاً این کتاب در 927 نوشته شده که اون وقتی که تاریخ کتاب به جای اینکه 700 باشه 900 میشه و 200 سال از اون کمتر میشه حدوداً 500 و خورده ای سال. اینجا خودش هم نوشته 927. ما اینو چیز قرار بدیم. حالا اینجا دوباره یک کسی یه چیزایی نوشته، ولی کسی که این کتاب رو حالا دستکاری کرده اون نوشته سبحانک بسم الله الرحمن سبحانک انت الله الرحمن الرحیم سبحانک انت الله الملک القدوس سبحانک انت الله المحیم العزیز. خب اینجا دیگه اومده یه نفری هم اینجا یه دعایی رو نوشته. خب این کتاب رو ازش بذاریم این کتاب در مورد چی است؟ نعمتی کلبه ور دولت دائم اشا آشنا نجه که کج durmayim bu bukça feleke. Nimeti kulbe verir devleti daim eşene nece kic dine çac nece çac dur demeyem ben bu gahbe feleke. nece çac dur demeyim ben bu gهبه فلکه. خب این شعر از اینه. اینجا ایران مادون جیهون دور و ارض فارس و ماوراء جیهون توران دور و ارض ترک و فوائل ملکیه. کتاب موسوس حالا هرچی اینجا یه چیزایی رو نوشته. این کسی که این کتاب رو در دستش داشته تعداد صفحه 126 تا سطر 9 سطر بوده. یا حفیظ یا کبکیج. حالا اینجا که ها احتمالاً هذا بیان للناس و هدا و موعظة للمتقین. صفحه حالا این کتاب رو هم بازم دوستان فقط یه نگاهی بندازیم ببینیم که این چیه. این صفحه شو دیگه جلدش رو نشون نداد، داخل جلد رو نشون میده. اینجا صفحات بعدیه. اینجا همون آدمیه که این رو دوباره بخشیده، عبدالقادر همون اسکدارلی
انسان شریف این کتاب رو دوباره بخشی. خط خیلی زیبایی داره. رساله مگنترات، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا یک نوشته بالاش هست، برای حاشیه نویسی کتاب جا به اندازه کافی گذاشتن. خطش خیلی زیباست، خیلی زیبا، خیلی روشن هست، خیلی هم خوب مونده. شکر خدا یک کتاب از بلیات روزگار و اینجا یه مقدار آسیب دیدگی رو میبینیم. کتاب رو میبینیم اینجا مهر عکسش افتاده به اینجا، کپی شده. اینجا میبینیم که بعضی جاها رو به قرمز خط کشیده روش یا به قرمز نوشته. اینجا هم میبینیم. کتاب خیلی جالب هست. در 260 صفحه نوشته شده، در مورد هندسه هستش. مگنترات، البته من میگم من چیزی در مورد مگنترات اینا نمیدونم، اصلا نمیدونم این یعنی چی، ولی تلاش میکنم فقط بفهمیم که یک کتابی در مورد هندسه که موضوعش مگنترات هندسه باید باشه نوشته شده. حالا آخرش هم ببینیم، بعد برمیگردیم. آخر کتاب هم با یک دستخط دیگه‌ای نوشته شده، یعنی یک کسی که اینو خریده اومده اینجا یه چیزهایی رو نوشته. اینجا هم احتمالاً یه آیت الکرسی یه چیزی اینجا نوشتن، اضافه کردن، ولی خب متن کتاب رو یه نفر نوشته. تا اینجا که میبینیم خیلی تمیز و زیبا و شکیل، بدون که کادرسازی بکنه و اینا، خیلی زیبا و شکیل نگه داشته شده. برگردیم بریم اول کتاب ببینیم که یا بسم الله این چی هست. ساعت زمانیه بیان اولونور اولا نصف نهار بلوب. آها، این در مورد جغرافیا صحبت میکنه. ساعت زمانیه یا زمانیه بیان اولونور اولا نصف نهار بلوب آلتیه تقسیم ادجک. اول نصف نهار رو پیدا میکنید، بعد به 6 تقسیم میکنید. ساعت زمانن اجزاسی معلوم olur. اون وقت دیگه اجزای saat coğrafyayı معلوم میشه. اجزاسی معلوم olduktan sonra dairen hara و قدر اجزاسی 1 ساعت olur. حالا میگه که بعد این که معلوم شد olduktan sonra dairenin هر او قدر اجزاسی 1 ساعت olur. حالا اگه دیگه مشخصه، اون قدری که مشخصه اون 1 ساعت حساب میشه. یعنی این در اون سالی که نوشته شده داشته زمین رو توضیح میداده. اینجا این آدم دوباره این وقفیه رو نوشته که دیگه آشنا شدیم در کتاب‌های قبلی هم. اینجا یه مقدار به عربی نوشته و علم ان منظمت کل ملک. حالا اینجا هم دوباره داره همون تقسیم بندی زمین رو، جغرافیا رو داره نشون میده. رساله منکرات اولش رو ببینیم که به چه زبانی نوشته و بعد چه شکلی ادامه داده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل على البحر الاخضر للفلك قناطر المنترات مستقيمة الى سموت الاهتداء الى طريق الحمد والصلاة على من يستحقها و يستوجبها لا بحسب وقت دون و وقت بل فی اوکی وقت دون و وقت بل فی جمیل اوقات. و بعد با افکار عبادالله اسم خودشو نوشته مصطفی ابن علی الموگن بالجامع احتمالا موقفه الموقف فی بالجامع الخاقانی سلیمی. حالا اینجا بر الله الملک العلام دار العلام ادر دیلدم ادر احتمالی ادر دیلدم چی مگنترات dikmele mütearif olan alete ki rub daire aksamindedir, taliptir. Ağlab onları için Türkçe bir muhtasar risale cem eyledim. Faidesi am ola cemi talip onlardan
onlardan müstفید olabilirler. حالا ایشون در مورد یه دستگاهی صحبت میکنه، احتمال میدم، من متوجه نمیشم، که 1/4 دایره رو میتونه با اون رسم بکنه. این مقدرات دیمکله یعنی اسمش اینه دیگه، مقنطرات چی هست؟ متعارفه، یعنی خیلی ها میشناسن. bir آلت، یک وسیله هست که ربع دایره اکسامنده‌دür، مثل 1/4 دایره هست. یه دستگاهی مثل این، احتمالا یه عکسی اگه ازش باشه بذارید ببینیم، شاید گوگل بتونه برامون یکی از این عکس ها رو، مقنطرات ببینیم که آیا این یه چیزی میاره. ایمیج، ببینید اینجا دایره رو اینجوری نشون میده، اینجا اینجوری نشون میده، اینجا این شکلی نشون میده. اینجا اینهاش استرلاب و اجزای آن. این استرلاب رو احتمالاً در عربی مقنطرات میگفتن، احتمال میدم، نمیدونم، من چون در این باره چیزی نمیدونم ازش میگذریم. خب میگه که به زبان ترکی بنویسیم، خلاصه هم باشه که برای عموم فایده داشته باشه، برای طالب ها، برای دانشجویان و اینا. پس bir مقدمه و 12 باب üzerine tertip eyledim. بر اساس یک مقدمه و 12 تا فصل این رو مرتب کردم. و bu risaleye کفایت الوقت لمعرفت داهری و فضله و سمت. اسم کتاب رو هم گذاشتم کفایت الوقت لمعرفت دایر و فضله و سمت. کتابی که در مورد وقت هست برای فهمیدن لمعرفت این داهر هست، دابر هست، دایر، اینا رو دیگه من نمیدونم. و فضله و سمت، این دایره ها رو بفهمیم و این فضله یعنی بزرگیشو یا چیزا رو، و سمت و من کدوم طرفه. بیرلا تسمیه یعنی بیرلا تسمیه ایلدم، یعنی با اون اسم گذاشتم. موجود کی یا مرجو کی، یعنی آرزو میشه که bu risaleden استفاده edenler مرجو میشه، همین رجا مرجو که خواهش میکنیم که bu risaleden استفاده edenler bu fakir حقیری دعای خیرle yad edeler فهرست رساله bu veciledir ki ذکر olunur. حالا داره میاد که چه مسائلی در این کتاب هست. اما مقدمه چی هست؟ işbu rub'e dairenin işbu rub'e 1/4 دایره رو، این یک رسمنون adleri، اول چگونگی اسم اون دایره هایی که در اون رسم میشه، اسم اونها رو بیان میکنه. بیاننdedir و دخی babların cümlesi اعمالünün بیاننdedir. و همچنین در مورد بابهای مختلفی که در این کتاب هست، در اونها چه اعمالی وجود داره، اونها رو بیان خواهد کرد. یعنی مقدمه یک چیزهای کلی در مورد این وسیله استرلاب و این 12 بابی که درش خواهد بود در مورد اونهاست. الباب الاول فی معرفت جمل الکبیر یا جمل الکبیر، نمیدونم، در مورد جمل کبیر هست یا جمل کبیر. جمل که نمیشه، جمل احتمالاً باشه. الباب الثانی فی معرفت اخذ الارتفاع، چجوری ارتفاع رو اندازه بگیریم. من هذه الآلت، از این با این وسیله چجوری ارتفاع مثلا زمین رو، نمیدونم، هر چی رو اندازه بگیریم. الباب الثالث فی معرفت وضع المرء علی درجه الشمس، چجوری خورشید در چه درجه‌ای واقع شده، اون رو میخواد بگه. الباب الرابع فی معرفت میل الشمس و غایه. حالا از اینجا متوجه میشیم این کتاب الان تا اینجا عربیه. خب اجازه بدید دیگه من بقیه‌شو اینجا بریم. اولش که ترکی بود، وقتی اومد وارد اصل کتاب بشه موضوع رو به عربی داره میگه.
بریم ببینیم که حالا الباب رابع فی معرفت میل الشمس و غایت ارتفاعها وجهه کل و جهتون کل منهما. میگه که حالا در باب پنجم هم میل یعنی تمایل، انحراف خورشید و غایت هدف و ارتفاعها که ارتفاعش بلندیش و وجه اون کل منهما و هر کدوم اون وجه‌هایی چه وجهی دارن. الباب الخامس فی معرفت عرض البلد من الغایت و المیل و در مورد زمین صحبت میکنه، عرض و طول زمین صحبت خواهد کرد بر اساس غایت نمیدونم چی هست، میل احتمالا همون چیزی که حدود 1800 خورده متر در انگلیسی، نمیدونم در البته عربیشو قبلا یعنی مسلمان ها به کار میبرن، اون قبلا خونده بودیم، فکر میکنم 4 فرسخ بود، چقدر بود که یه میل میشد، حالا یادم نیست. از سادس فی معرفت نصف الفضلته و نصف القوس النهار و لیل. حالا اینجا هم دوباره داره از چیزایی صحبت میکنه که من نمیدونم این نصف فضله چی میشه، حالا و نصف قوس و نهار و لیل و اینا رو الباب السابع فی معرفت دایره و فضل دایر، اینم دوباره الباب الثامن فی معرفت ارتفاع العصر و احتمالاً طول بعد از ظهر و نمیدونم قبل از ظهر و عصر و اینها رو اندازه میگیرن، نمیدونم بین العصر و المغرب و الغروب، بین اینها رو از عصر تا غروب رو میخواد اندازه بگیره. الباب التاسع فی معرفت دخول اول وقت المغرب و حساسیت شفق و الفجر، دوباره اندازه میگیره طولش در این. حالا اون چیزایی که در شرع وجود داره رو، مثلا نماز رو کی بخونیم و اینها رو بر اساس اینها باید اندازه بگیرن که نماز عصر بخونیم، مثلا الان میگیم نماز شام و بعد نماز خفتن و نماز صبح و اینجا باید اینجا رو اندازه بگیریم. برای همین این علم به خاطر اینکه به این دین از این نظر خدمت بکنه رشد کرده. دخول حالا الباب العاشر فی معرفت سمت من الارتفاع، دوباره سمت و ارتفاع رو. الباب الحادی عشر 11 فی معرفت سمت القبله، قبله رو چجوری به دست بیاریم با این دستگاه. الباب الثانی عشر فی معرفت اخراج جهات، چجوری جهت‌های اربع و نصف قبله و نصب قبله رو به دست بیاریم، جهات چگونه رو، چهارگانه رو چجوری، شمال جنوب شرق و غرب رو چجوری میگه که به دست بیاریم. گلدون امدی اولا. حالا اینجا تا اینجا موضوع ها رو به زبان عربی گفت، حالا اومد میگه که گلدون امدی اولا مقدمه شروع اینه که مقدmenin beyanındadır. Pes müqəddəmə dediyimiz iş bu rub dairenin resmilerin adları beyanındadır. El merkez. Merkez این daire چی هست؟ اول resmilerin birisi şul rub'i guşesinde olan delvecektir ki ana خیت keçür. Ana خیت احتمالا خط، خیت geçürürler. خیت geçür، نه اونو یه چیزی مثل سوراخی احتمالا باشه که یه چیز رو بهش فرو میکنن نگه میدارن. geçürürler. خیت diyor ol merkeze geçen ilke dirler. به اون هم ایلکه میگه. حالا دیگه اینا دیگه خیلی تخصصیه و من نمیتونم در موردش. دیرler خط المشرق و المغرب، birisi دقیق خط مشرق و مغرب در ol bir toğra çekilmiş خطdir. ببینید الان توغرا من گفتم اونجا که ممکنه مهر باشه و یه علامتیه، نمیدونم یه سمبولیه، احتمالاً سمبل هست توغرا، گفتیم حالا ممکنه که رو انگشتر باشه، رو چیزی باشه، احتمالاً میگم، یعنی من نمیدونم توغرا یعنی چی در اصل، ولی فکر میکنم که همون مهر و چیزی در اون زمینه ها باشه، سمبل فرده یا سمبل یه چیزی هستش که روی این هم هستش. çekilmiş xəttidir ki مرکزden قوس ارتفاعون اولینه etmiştir. ببینید حالا داره توضیح میده که چه جوری این دستگاه کار میکنه. کاش مثلا عکسش هم اینجا میذاشت، ما میتونستیم یه نقاشی ازش حداقل میشد. خط وسط السما، حالا دیگه اینجا داره خیلی تخصصی در مورد جغرافیا،
اندازه‌گیری جغرافیا، حالا استرلاب و اینا داره صحبت میکنه. حالا مثلا اینجا ببینیم که منطقه فلک البروج، حالا میدونیم که این در آسمان هست، این فلک البروج میدونیم در آسمان هست، داره در مورد اون صحبت. منطقه فلج البروج iki göğsüdür ki ikisi de noktayı meşrikten çıkmışlardır. Birisi hattı vesat-ı sema gatinde medar seratane müntehi olmuştur. Bu ki menteqe şimaliyedir. Diğerler ve ol birisi hattı vesat-ı sema gatinde medariciye müntehi olmuştur. Bu ki menteqe cunubiyedir. Dirler bunun her birisi eczai bir وجه ile قسمت olunmuştur. کتاب خیلی خوب نوشته شده، قابل خوندن، به آسانی میشه خوند، ولی چون همونطور که با آنکه کتاب الان استاندارد نیست، یعنی صداها رو ننوشته، اما چون خیلی روشن و واضح قلم، حرکت قلم رو میشه فهمید و خوند، در نتیجه میتونم بخونم، اما کلمات علمی تخصصی رو اصلا نمیفهمم. تا زمانی هم که اینا رو نفهمیم نمیتونیم بفهمیم که این کتاب چی میگه. در نتیجه درسته که اسم قسمت ها، یعنی اون قسمت هایی که تیتر چیز هست عربیه، معلومه که ترک ها این قسمت رو احتمالاً از عرب ها گرفتن، در نتیجه اسامی که عرب ها بر اون دستگاه گذاشتن و کار کردش همون رو به کار میبره، چون استاندارد شده برای اون. هر کسی، هر ملتی که یک چیزی رو اختراع بکنه، کشف بکنه، به دست بیاره، درست بکنه، دوستان اسم اونجا رو شما بهش به کار میبرید، برای اینکه اون تو فرهنگ شما نیست، تو زبان شما نیست. خب اینجا هم حالا این رو استانداردش اینه که به زبان عربی بگن، ولی توضیح قضیه و علم به زبان ترکی خیلی هم چیز هستش، جالب هستش. البته از کلمات عربی هم خیلی کمک میگیره. مثلا اگه ما بریم توی بحث دیگری، مثلا همین الباب الاول ببینیم چی میگه. فی معرفت الجمل الکبیر، اول که باب جمل کبیر ندور آنون بالمسی بابینده دور. میگه این چی هست جمل کبیر یا جمل کبیر؟ میگه در باب بیان اون هستش. ایش بو فنون فازilleri cümle kebiri 28 kelimede cem eylediler. حالا فضلای این رشته، کسایی که تو این رشته چیز بودن، فاضل بودن، ایش بو فنون فازilleri cümle kebiri 28 kelimede، در 28 کلمه این رو خلاصه کردن. ol 28 کلمه bunlardır. ببینید الان داره اینو میگه که این اون 28 هر کلمه‌ای که وجود داره عبارت از ابجد، حوز، حدی، کلمن، سعفس، گرشت، سخزد. حالا اینا رو دیگه بعضی شد دیگه نمیتونم بگم. خدزخ اینها هستش. پس اینا هر کدوم چند حرفه؟ 4 تا به نظرم. این 4 تاست، این 3 7، اینم 3 10، این 4 14، اینم 4 18، اینم 4 22، اینم 3 25، اینم 3 28. 28 حرفه. این حالا این چی بود پس؟ جمل کبیر عبارت از این هاست که 28 حرف جمع کرده این شده. Pes indi bunların birer beyan eylemeyalım ki talipler asan ola. Eyleyalım ki اینها رو یکی یکی دونه دونه بیان بکنیم که برای چیزا آسون بشه. الف birdir. الف یک هستش. با ikidir. دومه. جیم 3'dür. ببینید اسم داره. اینا صدا ندارن. اسم دارن. فقط اسم الف اولی هست،
با دومی هست، جیم سومی هست، دال 4 دور، ها 5 دور، واو 6 دور. همینجوری داره دونه دونه اسم حروف رو بیان میکنه. لام otuz dور، 20 dور، mim فرقی دور، نون 50 دور. هر کدوم اینها یک ببخشید دوستان اشتباه کردم، شماره حروف رو نمیگه، رمز هر حرف رو میگه. هر حرفی یک رمزی داره، با یه عددی نمایش داده میشه. الف با 1 نمایش داده میشه، با 2 نمایش داده میشه، جیم با 3 نمایش داده میشه. اینها رو اگه من بتونم بنویسم یه عکس از این بگیریم، این جالبه برای اینکه برای فهم این چیزایی که بعضی ها الان چیز میکنن این خیلی جالب خواهد بود. با اجازه من ازش یه اسکرین بگیرم که بعداً اینو بتونم بنویسم و ازش استفاده بکنیم. در طالع بینی استفاده میکنن آقا. میگه که جیم 3 عددی که برای جیم گذاشتن 3 هست. دال 4 دور، ها 5 دور، واو 6 دور، زا 7 دور، ها 8 dür های حسن، تای دستدار 9 dür، یا 10 کاف 20 کاف 20، لام 30 dür، لام 30 هستش، میم 40 dür 40، نون 50 50، سین 60 سین 60، عین 70 70، عین 70، فا 80 صاد 90 dür، گاف 100 dür، گاف 100 شد. حالا چی؟ را حرف ر 200 هستش، شین 300 dür 300، تا ت 2 نقطه دار 400 با 400 نمایش داده میشه، شا 500 dür. البته قبلا هم شا بود، این چی میتونه باشه؟ شین نداشتیم نه؟ برای همین میگم که فراموش میشه. شین 300 بود دیگه، 300 بود. این چی هست؟ این 3 هست، سا 3 نقطه چیز 3. حالا اینو مثل چی؟ ثریا، اثر، اون 3 نقطه داری که مثل ت هستش ولی 3 تا نقطه داره. اون 3 500 هستش، خ 600 dür، زال دال روسیه نقطه بذاریم این میشه زال 700 هستش، زاد مثل ظلم، این زی سادی که روش نقطه داشته باشه میشه زاد، این 800. ظالمی که دسته دار، زی دسته دار هم میشه 900 dür، اینم 900 هستش، غین حرف غ اینم 1000 dür 1000. خب تا اینجا اومد حروف رو سمبولایز کرد با عدد. یعنی به جای اینکه مثلا یه عدد اونجا بنویسن مثلا 1754، شما این رو میتونید به حروف تبدیلش بکنید، یا اگر یک کلمه ای رو خواستید بخونید. حالا این چی میشه؟ این به ما کمک میکنه در خوندن اون کتاب هایی که میگن رمزی نوشته شده، اونها رو میتونیم به دست بیاریم. یا مثلا خیلی جالبه، میشه اینها رو به دست مثلا اگه مثلا یک کتابی در الان خوندیم مثلا 1000 چی بود، گفتیم که 927 مثلا نوشته شده، این رو بیاریم مثلا داخل این قرار بدیم، 927 میشه مثلا 900 ز 900، 900 میشه زال ظالم، 927 20 بود چی؟ 20 بود عبارت بود از کاف زک. حالا بیا 7 هم پیدا بکن، اینم 7 میشه زا. حالا یادمون رفت که اولی چی شد آخری شد، زازک مثلا میشه فلان. حالا خب دیدیم که در اون چیز از این جدول از اون اعداد استفاده میکنن، مثل مرسه. الان اگه دقت بکنی این مثل مرسه، یعنی مرس رو هم من فکر میکنم، من با مرس آشنا نیستم ولی فکر میکنم اونجا هم مثلا دستگاه رو میزنه
مثلا الف رو مثلا میگم یه بار میزنه، ب رو مثلا 2 بار میزنه و اینجوری. مثلا 1000 رو میخواد یه چیز رو بنویسه، همین چیز رو نمیدونم حالا، یعنی هر حرفی یه عددی داره. حالا اونجا چه شکلی، من فکر کنم مرسه، خود من مرس نمیدونم، همینجوری ذهنم اومد. البته داره توضیح میده بعدن که مثلا اینا چه شکلی خونده میشه. مثلا yazarlar ve 25 yazılmalı olsa اگه بخوان 22 را بنویسن اینجوری می نویسن. اینجا گفته MA نوشته yazarlar، حالا چیه؟ 11 yazmalı olursa، مثلا 11 yazmalı olsa اگه بخوان 11 بنویسیم، به جای اینکه 11 رو 2 تا 1 بنویسن، می نویسن ما. من اینجوری ما میخونم، نمیدونم الف که 1 هستش، اگر و 25 yazılmalı olsa اگه بخواین 20 بنویسن این عدد رو میذارن yazılır و 85 yazılmalı olsa اگه بخواین 85 بنویسن فه می نویسن فه. حالا اونا رو من نمیتونستم بخونم، همین yazarlar و 180 اگه بخوان 180 بنویسن می نویسن گف. و 365 اگه بخوان بنویسن 385 شه می نویسن. خب دیگه اینجا یا همینجوری اینجا نشون میده که چه شکلی باید اینها رو نوشت و خوند. مثلا اینجا نوشته که تقدیم ederler مثلا 2000 yazılmalı olsa اگه بخوان 2000 بنویسن بغ می نویسن بغ yazarlar و 9000 yazmalı olsa tağ دستره تباغه yazarlar و 120.000 اگر بخوان 120,000 yazmalı olsa که گکاغ yazarlar و قس الهازا. حالا اینجا روش نوشتن و خوندن این رو داره آموزش میده که در این مثلا من میگم استرلاب، این چی گفت؟ گنترات جمعشه احتمال میدم اونجا. باب دوم در مورد چی هست؟ من خیلی به این کتاب علاقه‌مند شدم راستش، هم خوندنش برام راحت بود، همین که یه چیز جالبی رو آموزش میده به زبان ساده. فی معرفت اخذ الارتفاع، در مورد ارتفاع. حالا چی میگه؟ یعنی منظورش چی از اخذ الارتفاع؟ ikinci bab şemsiden üç bu aletle irtifaülmüsün irtifa elemesinin beyanındadır. چجوری از خورشید، فاصله از خورشید رو با همین آلت که استرلاب باشه، ارتفاع زمین یا ما تا اونجا رو، یه ستاره از خورشید رو چجوری، یا ماه از خورشید رو چجوری اندازه بگیریم. مثلا بیان دار اولا ارتفاع دیو şemsün öfügünden yugarı İraklığına derler. یعنی وقتی میگیم از ارتفاع از شمس رو، یعنی افقدن، یعنی از اونجایی که دید ما هستش، yugarı İraklığına، افقدن yugarı İraklığına، یعنی از افق به طرف بالا و دوریش، ایراق یعنی دوریش derler. داره تعریف میکنه، الان تعریف کرد. پس imdi irtifa elemesinin tariqi budur ki daire 2 öldükünde sen şagul dahi خیت. حالا این یک شاغول هم به اون وصله، asılmış sagul dahi خبته. اون گفت یه خبت یه چیزی بود دیگه، خیت یه چیزی بود که یه سوراخی بود یا وسیله بود که اونجا بود. حالا یه شاغولی از اونجا چیزه asılmış، از اونجا چیزه. اوله rüb'ün hedeften خالی olan tarafını şemsiden yıkakla یا yanaklasın. خب دیگه افتادیم به همین چیز دیگه، به سختی اصطلاحات که دیگه
نمیتونیم بفهمیم. خب اولین کتابیه که در مورد جغرافیا و آسمان ها، نجوم، اولین کتابی که در مورد نجوم، اولش با نجوم شروع شد، در مورد نجوم صحبت میکنه، چجوری فاصله ارتفاع خورشید، فاصله ها اینا رو بگیریم. حالا اینجا یه چیزی گفته که اینم جالبه برام، ببینم این چی هست. اولا هر برج نظیری ندیر بیلمک گرکتر. هر برج مثل نظیرش، یعنی اون چیزی که در اینجا گفته میشه یا در آسمان دنبالش میگردن، نمیدونم چون نخوندیم قبلشو، اون رو میگه که اون اول باید اون رو بدونیم. گرکتر مثلا حمل میزان له، حمل با میزان یکیه. احتمال میدم که ماهای مختلف رو با هم چیز میده. و بیربیرینه نظیر دور، حمل میزان لا نظیر دور، اینها با هم نظیر هستن. نظیر یعنی رو به رو. فکر میکنم اینجوری باشه. مثلا ما وقتی به آینه نگاه میکنیم نظیرمون اونی که تو آینه است. حالا میگه حمل با میزان نظیر دور. سور اقرب له، ماه سور با ماه اقرب. جوزا با گسله، جوزا ماه جوزا با ماه گسله. سرطان، حالا اینا دیگه باز اسد با دلوله، گسله، سرطان با خدیله. حالا این چیه؟ من اینجا اینا نمیتونم بخونم. اسد دلوله، سنبله هوتله، birbirinden naziridiler. Pes imdi bunların bildikten sonra derece şems şumali borcularında olduğu vaktin hiti derece şemsin naziri üzerine koyasan ondan meri yıgar ve menteğe şumali üzerine nişanlıyesen. Geçen böyle olsa hemen şems derecesi üzerine واقع olmuş olur ve kız ala haza. خب این یه چیزی رو اینجا یاد داد که دیگه گفتیم من نمیدونم چی به چی هست. برای اینکه حالا اینجا اومده یه مثال زده، از روی مثال داره یه چیزی رو آموزش میده. قسطنطنیه رو داره اینجا مثال زده، من اینجا میبینم. داخل اول میل شمالی olur اگر مری مدار حمل مدار سرطان arasında olacak olursa ve eğer medar hamli ile medar cedye arasında olacak olursa ol meyli cunubi olur. میل جنوبی یا میل جنوبی، ببینید وقتی چیز باشه نمیشه خون. olur و دخی شده معلوم اولونه ki قسطنطنیه rüb'ünde medar itidalün iki canibinde olan mügenterler birer derecedir. Galani ekserdir. Ve dahi şul mügentere ki meri ani basmıştır ol künün gayetul irtifai olur. حالا دیگه خیلی رفت. مثلا احتمال میدم این مری یه اسمی باشه که یک نوع مگنتری رو ساخته مثلا. نمیدونم یعنی وقتی نمیدونم دیگه نمیتونم اینها رو. به هر حال دوستان کتاب با خط خیلی زیبا و قابل خوندن، با یه مقدار آدم وقت بذاره این کتاب رو بخواد بخونه، لغت ها رو باید یکی یکی از کتاب ها در بیاره یا گوگل بکنه، در مورد اون آموزش ببینه، یادداشت بکنه، چون که از ذهن میپره. این همه لغت جدید رو من که نمیتونم، باید براش وقت گذاشت. برای این کتاب که 260 صفحه هست فکر میکنم حداقل باید 260 روز حداقل باید و یعنی 1 سال باید وقت گذاشت این رو یواش یواش یاد گرفت، در جاهای دیگه خوند، نوشت و صحبت کرد تا ملکه ذهن بشه. برای اینکه شما وقتی این کتاب رو میخونید مثلا چند سال باید زحمت بکشید اینو یاد بگیرید. نمیشه که همینجوری مثلا آدم بیاد یه علمی رو که مثلا
باید برید 10 سال درس بخونید تا به این علم رو یاد بگیرید. نمیتونید با خوندن یک کتاب یاد بگیرید مگر اینکه روش اونقدر کار بکنید، اونقدر بنویسید، صحبت بکنید، کتاب بخونید و اینها که اون موضوع ها ملکه ذهن بشه. خب البته گوگل الان دیگه میتونیم دو صفحه باز بکنیم اینجا به راحتی بدیم برامون توضیح بده و اینا، اینم که هست. بریم با اجازهتون صفحه 50 ببینیم که تو صفحه 50 یه چیزی هستش. البته که کتاب تازه است و همه چیزش اتفاقا جالبه، اینجا کتاب تموم شد. تو این قسطنطنیه میدونی که استانبول امروز هست. این استانبول در این کتاب میشه گفت، من بر اثر مثال ها میگم، وقتی از استانبول صحبت میکنه یا قسطنطنیه صحبت، اینا مرکز دنیاست. برای چی؟ برای اینکه دنیا رو از اینجا میبینه، تمامی جهان رو اینجا میبینه. این کتاب از این جهت خیلی مهمه که برای این نویسنده قسطنطنیه یا استانبول مرکز دنیا و عالم هست. چرا که اینجا من هستم و از اینجا به دنیا نگاه میکنم، بر اساس منافع اینجا همه جا رو اندازه میگیرم. این نویسنده اینجوری نگاه. و ما تو تبریز یا تو زنجان و اردبیل و قزوین و هر جا، قشقایستان و ترکمنستان، باید بر اساس اون شهری که خودمون زندگی میکنیم یا اون وطنمون، کلیت وطنمون، از اونجا، از اون پنجره به دنیا نگاه بکنیم و اندازه بگیریم. همین چیز رو بر اساس خودمون، نیاز خودمون، منافع خودمون اندازه بگیریم. اینم همین کارو کرده و جالبه که اروپایی هم همین کارو کردن که دیگه. حالا ببینیم این کتاب آخرش چی میگه. شاید اینجا یه چیزی دوباره اینجا اومده از همون حرفایی که اولش یاد داده بود، فصل اول استفاده کرده. لو درجه‌دür اسدن له درجه‌دür سنبلنن له دوباره درجه‌دür میزانون. اینا گفت که میزان و سنبله چیز هستن دیگه، نظیر هم هستن. له درجه‌دür اقربن، همینجوری داره اینها رو توضیح میده، درجه ها رو. حالا ببینیم که درجه تمام اولدی طالع سرطانون آخری کی اسدون اولی دور دینلدی و گس علا هازا میم تمام اولده. اینم مهر چیز. کتاب دوم شده. اینجا خودش یه آدمی نوشته واقعه الاوقات یا واقعیت الاوقات، رساله جیب بسم الله الرحمن الرحیم. اینم جالبه، این صفحه 50 اینا خوب شد. حالا تا اینجا اون کتاب قبلی رو خوندیم، شانس آوردیم که با این کتابش هم آشنا شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله العالم الغیب فلا یغرب عن عمله. هر عالمی در تخصص خودش به زبان تخصص خودش به خدا شکر میکنه. ملاها یه جوری، این ستاره شناسان و منجم ها به زبان خودشون. نگاه کنید چقدر زیبا. من الان اینو متوجه شدم، فکر کردم هر کسی میاد مثلا به زبان خودش. ما روزنامه‌نگاران چون الان دیگه بسم الله الرحمن الرحیم نمیگیم و اینا، نویسندگان هم نمیگن، در نتیجه مثلا نمیگیم که بسم الله الرحمن، مثلا الحمدلله صاحب القلم و الکلمه و خالق الکلمه، مثلا اینا رو نمیگیم. خب برای اینکه ما دیگه متاسفانه در ایران و در این جهان نمیخوایم از تخصص خودمون به دین نگاه کنیم، دین رو از درون تخصص خودمون بفهمیم. دیروز اینو گفتیم که در یک کتابی دیگه که در جلسه قبلی معرفی کردیم، گفتیم که برای رسیدن به عرفان شما نباید از عرفان شروع کنید برسید به علم، باید از عرفان برسید به علم. خب حالا اینجا هم آدم ها یه تخصص گرفتن، حالا میخوان در مورد خدا حرف بزنه، شکرش بکنه. به خاطر این میگه که الحمدلله عالم الغیب، عالم غیب دیگه ما نمیشناسیم، که ما 1 میلیونم عالم رو نمیشناسیم. الان که علم این همه چیز کرده، نمیدونم موشک فرستادن، ستلایت فرستادن، نمیدونم چی فرستادن که داره از منظومه شمسی خارج میشه، تازه ما 1 میلیونم جهان رو نمیشناسیم. برای همین میگه الحمدلله عالم الغیب فلا یغرب، خدایی که غروب نمیکنه. ببینید از این کلمه شما لغرب ان عمله مسقال
از عملی یه مسقال هم غروب نمیکنه. ذرتون فی الارض. حالا نگاه کنید مثلا این در آسمان و این کهکشان ها رو میبینه و اون وقت میاد ذرتون فی الارض ولا فی السماء خالق الانسان لا یعلم شیئا، انسانی که هیچ چیز نمیدونه. ثم علمه الاسماء، سپس به خدا به این آدم اسما گفتیم قبلا هم صحبت کردیم با دوست عزیزمون جناب اوغوز که اسم هر چیزی که اسم داشته باشه و اگر ما در زبانمون اسم نداشته باشیم اون چیز برای ما وجود نداره، و اگر یه چیزی اسم داشته باشه یعنی از در ما یعنی که اون چیز برای ما وجود داره. خب ثم علم یعنی اون علم دیگه. اسما مقدر حرکات عالم، مقدر حرکات العالم به درجات و دقایق و ثوانی و ثوالث و المحرک نفوس الى الكمالات النفسانیت به حسب ما یختلف فیها من البواعث احمده حمد من آمن بآیاته الارضیة و السماویة و اشکره شکرا مقرا له بالعبودیة و اشهد ان لا اله الا وحده لا شریک له شهادة قامت بقیومیتها السماوات و الارض و انبسطت اشعت. خیلی جالبه، میترسه بند خدا من یه حرف علمی بزنم منو بکشن، میاد اشهد ان لا اله الا الله رو میگه، لا شریک لهش رو میگه که آقا من دارم یه حرفای جدید میزنم، منو به کفر متهم نکنید و اعدام نکنید و نکشید و سنگسارم نکنید. انوارها فی طول منها و الارض. ببینید داره همه لغتهاش مربوط به کهکشان و زمین و اندازه‌گیری. و اشهد ان سیدنا محمد عبده و رسوله و وصیه و حبیبه و خلیله الذی دارت الافلاک به سعوده و تباهت الاملاک به تمام رکوعه و سجوده صلی الله علیه و علی آله الکرام و صحبه الائمة الاعلام ما الفت رسائل العلوم فی معرفت احوال النجوم. ما الان یه رساله نوشتیم، رسائل العلوم، در مورد علوم. رسائل یعنی جمع رساله هاست، فی معرفت احوال النجوم، در شناخت حال و وضعیت نجوم، اون چیزهایی که در آسمان هست. نجوم ستاره نیست، سیاره ها و ستاره ها. و ما صنف مصنف، اون چیزی که نویسنده نوشت و رتب فی تحریر النظر فی الربع المجیب. مجیب چی هست دیگه من نمیدونم، یه تخصصیه، یک چهارم این مجیب رو تحریر کرد با نظر به اون. اما بعد بو عبد ضعیف المحتاج الى رحمت ربه اللطیف مصطفی بن علی الموقت بالجامع الخاقانی السلیمی. این مصطفی پسر علی که موقتا در جامع مسجد خاقانی سلیمی اتراق کرده، بواه الله الملک العلام الدار السلام ایدر. این هستش. دیلدم چی؟ ربع مجیب آرزو کردم که ربع مجیب دیمکله متعارف اولان آلته کی آلات. حالا این ربع مجیب چی هست؟ آقا بریم اینو دوباره این گوگل رو باز بکنیم بگیم آقا ربع مجیب چی هست. این قبلی مقنطر گفت که استرلاب ربع مجیب یا مجیب چی میتونه باشه. عکسشو بزنیم ببینیم که چی میاره. آقا یه چنین چیزیه که حالا ببینیم یه دستگاهی هستش، این احتمالاً بذار ببینیم ربع مجیب در علم نجوم قدیم. اینم نوعی از استرلاب دوباره، ولی این شکلی هم هستش، احتمالاً این باشه. مثلا این استرلابه، ولی این چی هست؟ آرشیو ابزارهای نجوم قدیم. اینه دیگه، حالا احتمالاً همینه چون که بیشترش این عکس رو میبینیم و استرلاب رو میبینیم.
احتمالاً استرلاب نیست، این دیگه حالا یه چیزیه، نمیدونم آقا. خب نمیدونیم، وقتی نمیدونیم خیلی دیگه چیز. حالا اینجا چی میشه؟ اسم خودشو گفت که چی هستش و کجا ساکن هستش و در مورد چی میخواد صحبت بکنه. یه دستگاهی هست به نام ربع مجیب، تشدید داره روش. حالا این استاندارد نیست ولی خیلی زیبا نوشته، خیلی زیبا، از کلمات عربی هم خیلی استفاده کرده برای اینکه زبان علمه. دیم کلمه متعارف. خب اینم که تا اینجا خوندیم. آلات رصدیه içinde آفاقی علوب صحت عمل معروف و اشراف آلت مشهور olduğu ecelden ziyade talip ve rağib olanlar için Türkiye dilince bir risale cem eyleyelim faydası am ola ve cemi mesail mühimmesini cami ola. Cemi talipler onlarından müstefid olalar. پچی یه دستگاهیه که این نسبت به اون قبلیه احتمالاً، یعنی اون مگنتر احتمالاً دقت علمی بیشتری داره، دقت اندازه‌گیری بیشتری داره، که ایشون گفته که در این باره یک کتاب میخواد بنویسه. برای این چی؟ پس bir مقدمه و 22 باب üzerine یه مقدمه و 22 باب خواهد بود که tertip eyledim ve her babide olunacak meseleler için bir misal یا 2 misal yerine getire ذکر eyledim. میگه برای برای اینکه چیز باشه، ملتفت بشید، هم در هر بحثی 1 یا 2 مثال آوردم تا روشن‌تر بشه. زیاده آسان elemek için، برای اینکه خیلی آسان بخونمش. اما مثالlerini گستنتنیه ارزینه استخراج ایلیوب، اما مثال ها رو بر اساس مبدأ، حالا این مبدأ، کلمه مبدأ از کجا به ذهنم اومد؟ جغرافیا تو مبدأ گستنتنیه یا همون اسلامبول. وقتی این قسطنطنیه رو من میشنوم به نظر میاد این کتاب خیلی قدیمی باید باشه، چون که از وقتی که این کتاب قسطنطنیه آزاد شد از اشغال غربی ها و دوباره، به نظر من، اینجا نظر منه دیگه، اینجا تاریخ نیست، به تاریخ استناد نمی کنم، به نظر من اینه که ترک‌ها قبلا در اونجا زندگی میکردن، یه زمانی از اونجا شکست خوردن، فراری شدن و دوباره برگشتن اونجا. حالا من اینجوری درکم اینجوری هست، دوستان میتونن قبولش بکنن یا نکنن. حالا در موردش خیلی صحبت کردم قبلا، صحبت‌هایی رو عرض کردم که با نظریه‌های مهاجرت مخالف هستم، در نتیجه نظر من با اینها فرق میکنه، با اینهایی که گفتم. من هم یه نظری دارم میگم، حالا یه تئوری هستش که تئوری رو نباید حتما غربی ها بدن، که ما میتونیم تئوری بدیم. بیان ایلدون و بود رساله وافیت الاوقات، اسمش هم گذاشتم وافیت الاوقات. اون بالا یه چیزی گفته و الان اینجا تسمیه ایلدون موجودdur مرجودdur ki مرجو خواهش میکنم که bu فقیر حقیری دعای خیریyle یاد ediler. فهرست رساله bu vecihle ذکر olunsa gerektir. حالا اومده اینجا بابهای مختلف کتاب رو داره دوستان چیز میکنه، معرفی میکنه. اما مقدمه iş vurup mücibin رسومinin adları beyanındadır. در مورد همین وسیله رسمش، رسوم یعنی اون رسمایی که روی اون هست، اون خط و خطوطی که روی هستش، در مورد اون داره صحبت میکنه. و dahi babların cümlesi اعمالینه beyanındadır. و همچنین یه خلاصه‌ای، جمله یعنی خلاصه، جملesi اعمالینه beyanındadır. اعمالینون beyanındadır یعنی در بیان کارکرد، به طور خلاصه در مورد کارکرد بابها حرف خواهد زد. الباب الاول فی معرفت الاخذ الارتفاع، چجوری ارتفاع رو به دست بیاریم. باب الثانی فی معرفت جیب الگوس و گوس الجیب، چجوری جیب گوس جیب رو به دست بیاریم. من نمیدونم گوس یعنی چی، جیب یعنی چی، گوس یعنی چی، گوس جیب یعنی چی، جیب گوس یعنی چی.
نمیدونم. الباب الثالث فی معرفت ظل من الارتفاع، چگونه سایه رو از ارتفاع تشخیص، یعنی بر اساس سایه میخواد ارتفاع رو تشخیص بده که این مثلا اون چقدر، اون کوه چقدر بلنده، اون آدم قدش چقدره. اینجا از روی سایه میخواد اونو اندازه گیری بکنه. ارتفاع الباب الرابع فی معرفت ارتفاع من الظل، این خوندیم. الباب الخامس فی معرفت درجه الشمس فی هذه آلت، در این آلت چجوری نسبت به زمین یا نسبت به ماه یا نسبت به اجرام دیگر سماوی چه درجه‌ای داره خورشید. خورشید اینجا میبینید که مرکزه دوستان، یعنی این خیلی مهمه. یعنی به نظر میاد که اینجا نسبت به زمین، یعنی نمیدونم، حالا شاید در یه جایی در مورد چرخش زمین به دور خورشید یا خورشید به دور زمین اینم حرف بزنه، ولی خب از اینجایی که من دارم متوجه میشم به نظر میاد که شمس رو مرکز میدونه، خورشید رو مرکز میدونه و بقیه رو در اطراف اون. فی معرفت حالا باب سادس ششم فی معرفت میل من درجات الشمس و این میل باید باشه نه میل. میل یعنی تمایل، تمایلش از خورشید چقدره، درجهش و اینا دیگه. اینها رو نخونیم، اینجا عربیه برای اینکه گفتیم در رابطه با علمه، اما وقتی که میاد وارد بحث میشه، ببینیم از کجا وارد بحث میشه. بس حالا اینجا فی معرفت فلان امگل آباد، امگل آباد یعنی چی؟ آها، فی معرفت سعت الانهار، وسعت انهار و البحار و امگل آباد، یعنی در مورد عمق اینها هم بحث میکنه. پس جلدون امدی، پس جلدوک امدی اولا مقدمه شروع اینه کی مقدمه nedensenlerin beyanındadır. Pes müqeddeme dediğimiz iş bu rub'i müceyyibün resmünün adleri beyanındadır. Merkez چی هست، موری چی هست، قوس ارتفاع چی هست، اینا چیزاییه که الان داره تعریف میکنه. ما باید بر اساس این خط مشرق چی هست و المغرب چی هست، اینا خط وسط السما چی هست و دقی دیگه هم و ما دایره المیل الاعظم، میل الاعظم، این دایره میل اعظم چی هست و اما خط العصر چی هست و دقی حالا دیگه و دقی و اما هدفتان حالا نمیدونم این چجوری باید خونده بشه. الباب الاول که دیگه وارد باب میشه و صحبت، حالا این باب اول فی معرفت اخذ الارتفاع اولل، اولچی باب ارتفاع المسنن، ارتفاع المسنن beyanındadır. İrtifa diyor şemsün ya kevakib üfükten iraklığına dirler. Bunun terigi budur ki rub daire iki olu küllü tutasın. Olunla daire iki olunla tutasın. Şagul dahi xite asılmış ola ve dahi rüb'ün hedeften hali olan tarafını şemsiden yana قلاسن. خیلی املای جالبی داره، خیلی انشای کلمات رو خوب میچینه کنار هم، خیلی قابل فهمه. این کتاب خیلی زیبا داره به زبان ترکی یک علمی رو، یه وسیله، ببینید یه وسیله هست، این وسیله رو داره به زبان ساده و ترکی داره توضیح میده، خیلی زیبا. حالا اینجا دوباره برمیگرده همون جزا و اینا رو توضیح میده که این چیه، اونون 60 varınca sur olur 60'dan 90'a varınca
جوزا اولور داره درجه ها رو میگه. از در آسمان اطراف خورشید سیاره هایی هستش که روی اونها اسم گذاشتن و میگه از فاصله این از این تا این مثلا این درجه میشه، از اینجا به این درجه اضافه میشه. مثلا میشه چی؟ مثلا الخامس فی معرفت درجه شمس فی هذه الاله 5. باب işbu alette derece şemsin nece biline anun bilmesinin beyanındadır. Tariqi budur ki اولا 12 برج معلوم اولا. اول باید بدیم که 12 تا برج هستش که قوس ارتفاع اولینده 30 درجه. اولی قوس یه قوسیه. حالا 12 سر بداره 3 باشه چی میشه؟ 360. اینجوریه نه؟ 12 سر بداره 3 10 تا 30 تا 6 تا بله 360. میگه که این دایره 360 هر کدوم این با اون یکی 30 درجه فاصله داره. درجه برمیگرده 360 میشه. اولور قوس ارتفاع اولیندن 30 درجه وارنجه حمل میشه. از اول اگر مثلا از خورشید شروع بکنیم به اولی که برسه 30 درجه 30 derece 60 30 60'a yani olur onun 60'a varınca از اون به 60 برسه میشه سور. olur 60'den 90'a varınca جوزا. همینجوری میگه توضیح میده که چه شکلی میاد. مثلا گوس dur ondan Kur'an-sene durnasen ahir gövsiden 30'a varınca cüdedir. 30'dan ne این بریم بعد میزان 30'dan 60'a چی؟ حالا این چطوری برگشت دوباره؟ من دیگه حالا اینجاها رو بخونیم خیلی خسته میشیم. برگردیم بریم شاید یه کتاب دیگری هم درش بود، با یه وسیله دیگری آشنا شدیم. خیلی کتاب خوب مونده. امیدوارم که کتاب معلومه که جدید نیست، مال 200 سال اخیر نیست. اگه 200 سال اخیر بود حتما از کلمات غربی استفاده میکرد. عقرب و حوت و سرطان و اینا دوباره اینجا داره یه چیزایی از درون مورد صحبت میکنه. الباب الرابع عشر 24 یه 14 الرابع عشر میشه 14. پس بریم جلوتر ببینیم. این کتاب فکر کنم آخری باشه برای اینکه حالا اینجا روی قلم زده روش با مداد قرمز. از اینجا به بعد رو قلم زده، از اینجا به بعد رو از سطر اینجا تا اینجا رو قلم زده. یعنی که این شاید درش شک داشته یا هرچی. اگر تولری برابر اولیدی مراد اولونان شهرین ارزی مکه ارزیندن artık olacak olursa acemde musil böyle acemde. این رو دیگه قد زده دیگه. این هر چی بوده دیگه ما نیام ببینیم که درست گفته. الباب الثامن عشر اینم که 19 هستش. اینجا التاس الباب تاس عشر. آره اینجا تاس عشر، اون ثامن 8 بود پس 18. الباب العشرون اینم که 20. فی مرتب مطالع البلدیه و مطالع الطالع و طالع من افق بلدن من افق بلدو کل وقت المعروض 20. باب مطالع بلدیه دخی مطالع طالع دخی طالع بالمسنن بالمنن بابنده اولا معلوم اولا که مطالع بلدیه‌نün مبدأ حمل اولیdir. İmdi مطالع بلدیه دیگه حمل اولی طلوع دیگه زمانیله. حالا دیگه خیلی راحت خوندنش با آنکه چیز با الباب هادیه و عشرون داریم به آخر کتاب میرسیم.
ببینیم که اینجا آخر کتابه، ببینیم که چیزی در اینجا هستش. با اسم خودش آشنا بودیم. گونون انحفاظی یا enhifazi 80 derece olsa hiti Gausu evvelinde 80 derece üzerine vaz eyledin. Ondan sonra ceyyib tutmadan ol göynünün ağzı ölçüsü miktarı ki 2 zira'dır. Ceyyible hita indün tegatünden ceyyib mebsut ile sittiniye çıktık ecza'i. حالا دیگه خیلی تخصصی داره، دستگاه رو اندازه‌گیریشو توضیح میده. من تلاش میکردم ببینم یه اسمی ازش مابینی در طرح eyledin ol günün ağzından soniye varınca, soniye sonuna ihtimal midem, soniye varınca dür yekillini 8 yekilni yenilki 8 zira oldu. به اون الله تعالی و حسن توفیق تمام شد. المدیون المحیل و داین محتال و المحتال له و محتال له یعنی يطلق عليه هذه الألفاظ الأربعة في اصطلاح ومن يقبلها أي لحوال محتال عليه و محتال عليه یعنی نطق. حالا اینا دیگه چی بود من متوجه نمیشم، هیچ کدوم متوجه نشدم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی وسع کرسیه السماوات. دوباره آخرش هم میخواد دوباره برگرده با علم خودش از قرآن آیه هایی رو که مربوط به علم خودش رو در بیاره. دوستان من زلیل عصر بولماسنی بیان eder اولا معلوم اولکی اولا غایت الارتفاع بلسن بعد قوسن ارتفاعیnden غایت ارتفاعی مقدار خیت نشایناسın ve yanasın ve ne kadar zilli. هر حال اینم آخر کتاب یه چیزی یه کسی دیگه ای نوشته، ربطی به این نویسنده اصلی نداشته. این اومده نظر یعنی نقد کرده، اینجا یه چیزی رو بهش اضافه کرده. اینجا کتاب تموم میشه، خطش هم میبینیم عوض میشه. با این خط و این خط خیلی با هم فرق دارن. حالا اینجا هم دوباره آخرش یه چیزایی رو نوشته که دوباره ارتفاع، حالا اینم رفته خونده و یه چیزایی رو نوشته، یا استادش گفته یا خودش گفته، یه چیزایی نوشته ربطی به تاریخ و اینها نداره. کتاب خیلی جالبیه دوستان. من واقعا امروز خیلی خوشبخت شدم که در زبان ترکی یک کتاب دیدم در رابطه با اجرام سماوی و چگونگی اندازه‌گیری اجرام سماوی، چگونه روی زمین چجوری دایره زمین رو اندازه بگیریم. ببینید وقتی که از دایره زمین داره صحبت میکنه و میگه 630 درجه هست، این یعنی و اینها رو به ساعت و دقیقه و اینها تقسیم میکنه، یعنی که زمین رو گرد میدونستن. حالا وقتی به ما اینا میگن آقا فلان کس کوپرنیک میگن فلانی اینا رو گفتن زمین گرده و از این حرفا. کتاب سومی که با اجازهتون میخوام سریع ازش رد بشیم و یه نگاهی بهش داشته باشیم، یه کتابی با جلد قرمز هستش با حاشیه گذاری آبی، وسطش هم یه چیز طلایی گذاشتن. این صفحه بعدیش هستش، صفحات بعدیشه. این عکس کتاب افتاده اینجا، احتمالاً در طول زمان عکس این صفحه اولی افتاده روی این کتاب رو میبینیم. نقاشی شده، قاب براش کشیده شده، با یه مقدار خطش آشنا هستیم. استاندارد نیست، یعنی صداها رو نداره، فقط نشانه های یعنی چیز رو داره، حروف رو داره، یعنی علایم رو داره که ما استاندارد کردیم، صدا نیست. اینجا با فرم صفحه بندی اون آشنا میشیم. یه مقدار از سفیدی استفاده کرده برای
جدا کردن مطالب از هم یا پاراگراف ها از هم میبینیم که بله از مداد از رنگ قرمز هم استفاده کرده برای نوشتن یه چیزی، اما هنوز نمیدونیم زبانش چیه. مهمه این کتاب 124 صفحه هست، اسمش منشآته. حالا یه بریم صفحه مثلا 20 رو نگاه بکنیم، این صفحه 19 20شه، یعنی این 36 میشه. البته نگاه 18 باشه، این 17 این 18 یعنی که 36، ولی ما در اینجا این رو کم میبینیم. این در اصل 62 صفحه است، یعنی وقتی 2 صفحه رو یه جا عکس گرفته یه صفحه حساب کرده، برای همین کامپیوتر 62 صفحه نشون میده، اما واقعیتش اینه که این 124 صفحه است. بریم صفحه 50 رو ببینیم که میتونیم برسیم به صفحه 50. اینجا من نه دوباره همون وقتی مطلب تموم میشه با احتمالاً با فاصله پاراگراف ها رو مشخص میکنه، از خط قرمز برای تغییر موضوع ها استفاده میکنه. با این همه ما دوستان در مورد اینکه این کتاب، حالا این کتاب دور مطلب یه خط، 2 تا خط کشیده با مداد قرمز یا با قلم قرمز، خیلی درست و راست و شکیل اینها رو کشیده. اینم یه چیز جالبی هستش که الان متوجه شدم، تا الان متوجه نشده بودم. آخر کتاب رسیدیم، آخر کتاب هم به این شکل تموم میشه و اینم جلد آخر کتاب، یعنی جلد پایان کتاب از اون طرف. خب برگردیم تلاش بکنیم ببینیم این کتاب چی هست، چی گفته، در مورد چی هست. منشآت یعنی چی؟ منشآت مرحوم ویسی افندی، یه فردی که خدا رحمتش بکنه اسمش ویسی افندی بوده، این کتاب رو نوشته، اسمش منشآت. احتمالاً چرا این اسمشو آورده ویسی افندی؟ برای اینکه احتمالاً چند تا کتاب دیگر به نام منشآت وجود داره، هر منشآتی که کتاب داره با اسم نویسندش شناخته میشه. برای همون کلمه اولش رو ببینیم که عزتلو سلطانم، نگاه همین کلمه اول، حتی بسم الله هم ننوشته، همین شروعش با به ترکی شروع میشه. عزتلو سلطانم حضرتلرینی عریضه گزایای دل غم پیشیله بیشکی یک قطره خون است و هزار اندیشه بیشتاق، یا چی؟ دولت سرا فیه جاه و جد را باد همایون سایه سلطانی فرق دولتی منده و زیر قلعه گیر و زیر قلعه گیر کشور گشا علی باشا سایه اجلال سالدوکده صحرای غزای آنگروشی. این به خاطر ترکی نفهمی منه دیگه، من ترکی رو گرامان اولدوکده فرمان اولدوکده سوای کرنای رحیل بی کرنای میدونید که این در قدیم یه آلت موسیقی بلندی بود که باهاش حالا از پشت یه بامی اینو حتی اینجوری بهتون بگم دیگه، کرنای چیزی که الان در بارگاه امام رضا میذارن و بلنده و فوت میکنن و یه صدای خیلی بلندی میده، کرنای اونه. وقتی اون کرنای میزنه یه آگاهی میده، یه بیایید برید از این حرفا. رحیل اینجا هیچی. گلور این بیت گفته، بیتش ببینیم به چه زبانیه. گلور اول وزیر عادل، اون بالا هم یه جایی این وزیر بود، من خوندم اینجا نگاه سلطان فرق دولتمند وزیر قلعه گیر کشورگشا علی باشا. اینم پاشا ما الان میگیم، احتمالاً باشا بوده یا باش بوده، نمیدونم، این احتمالاً پاشا باشا، شاید خواسته عربی بنویسه پاشا ننوشته، شاید هم باشا به معنی باش سر بوده، پاشا
یه لقب دولتی، یه مقام دولتی هست، لقب نیست، یه مقام دولتی هستش. Gelir o vezir adil kılıcı elinde kanlı savul. Gelir o vezir adil kılıcı elde kanlı savul. Savul یعنی رد شو برو، savul جد. اصلا من اینو مادر بزرگم و پدر بزرگم خیلی به کار میبرد، خدا بیامرزه پدرم همینطور. در جوانی این رو خیلی savul جد یعنی بگذر برو دیگه، یه چیزی. البته یه مقدار فکر میکنم که حالت تحقیری هم داشت. این شعر به هر حال شعر میگه gelir o vezir adil kılıcı elinde kanlı savul. اون وزیر عادلی که در دستش شمشیر خونین هست میاد، رد شو برو. Gel onun de, kül onun de ki yaman gelmiştir, yaman gelmiştir. Bu diyor car جهت عالم. حالا اینجا مثل این که دیگه شعر نیست. من تلاش کردم شعر بخونم، دیدم که نه این خیلی طولانی، نمیتونه شعر. کل o gündü احتمالاً kül o gündü ki yaman gelmiştir. Yaman gelmiştir ve bu duyuca ve bu duyuca richat alem velvele saldığın yanların dekli sair merdan ahendil kuh azma کوه آزما بلکه صخره زماغر gırız خوف و جیش olmuştu. Ol cehetti ya ol cehetten velatul etraf hususen mütegellid kalan menseb geza ölenlere mülazimet ve ملازمت رکاب اعلایه سبحان علال وجوه مبادرت ادب نعل سم سمندین خلقه کوش عبودیت گلمغل اطراف فهیم شادروان celallerinde bir iki gün nöbet zene medhu sana öldükten sonra nimet azizül vücud icazet insirafe nail olanlar qarar rücuate dest edip ha reside bu zümelayı veli به خیر گذشت. zümresiyle اوراق خون kurban ederek çeydirler idi. Bu sergerdan بیپا و سردخی عظامت ازا امت تابت ترانه sen خدای زامله عظیمت اتمکل دنباله در قافله اسراب و خیرات اولدک موارد صوفیه. حالا به هر حال این از کلمات فارسی هم ظاهرا استفاده کرده و این کتاب رو نوشته. من میخواستم اسمی چیزی ازش در بیارم ببینم که چی هست، ولی این خیلی هنوز داره. نشینان فخیم سلطانی ملحق اولدو. حالا متوجه شدیم که این در دوره این آقا که اسمش چی بود؟ علی پاشا در زمان ایشون میزیسته. حالا ببینیم که آیا یک چیز بیشتری میتونیم در بیاریم بفهمیم که در چه تاریخ این رو نوشته. اولدو ملحق سلطانی
Saye nişinan fahim sultaniye mülhak oldu. Ol gece talbe'el hiyel khiyal و شبکر و خواب و ایار هوش ربای راحتی پیرامون او دوی حواسدن گجروب آیا بو تیره. نمیتونم بخونم، این من سوادم نمیرسه راستشو بخواید. بعضی کلمات رو اصلا نمیدونم که این چی هست، به چه زبانی هست. رفتار ظلمانی رفتار ظلمانیدن. فرقی که با بقیه تا اینجا میبینم اینه که بعضی از کلمات رو جدا مینویسه. مثلا این ظلمانیدن رو در گذشته در کتابای دیگه به هم میچسبونه، این جدا مینویسه که باعث بعضا هم این میشه که نتونم بخونم. این هم کتاب خیلی خوب و صاف نوشته شده، یعنی به خطی نوشته نشده که من نتونم بخونم، ولی یه زمان میخواد که با نوع کلماتی که این آدم جمله بندی میکنه و مینویسه آشنا بشم، برای اینکه این از عربی و فارسی و ترکی هر سه استفاده میکنه که یه متن بسیار سنگین ثقیل متکلفی رو یادگار بذاره که تا اینجا داره اون وزیر رو داره چیز میکنه، چی میگن، توصیف میکنه. موافق و نگیره. حالا این علامت رو برای یه بار دوم دارم میبینم اینجا، حالت 4 ها داره. چی جره؟ صحابه سیف انگلیل تقشع در بو قطری ناچیزه نسبت باران رحمت و عاطفتی اله یا خود سائقه کوه گداز یا گذار مصیبمی اصابت اده دیو شب تا سحر سر به زانوی حیرت ایکن قهرمان آتشین تیغ صبحی کرسی بیچارنون آسمانه. مثل نگاه بیچارنون اینجا این جدا کرده اینجوری بیچارنون آسمانه کی نشت اجلال ارزانی گلدی üzerinde میر بیرجاه و جلال مرتبع جلاله، یعنی اینجا ب رو هم میبینم مرتبع یعنی بلند. نشین صنعته نافع اول مریخی جسم او مریخی جسم و بهرامی نگاه ایله خواست و آمد فرشته فریبانه التفات سرآغاز ادب بو بیکس ستمکش و شناور دریای آب و آتش عزیمت بوس دامن اجلال ادیکته سابعه مناسبت ولاحت حزمت بلکه بی سبقت رویت بادی. خیلی تلاش میکنه کتاب همون به سبک مثلا چی بگم دوره سعدی و قبل از اون تو اون دوره ها به ادبیات اون ثقیل و هنوز این داره توضیح میده این آدم رو، نرسیده که ببینیم اون آدم بالاخره چی کاره هست. بادی نظر نشت و بیر خواست مستندامنامز موافق دلخواه وزیر کامیاب المغین معرف الحضور به حسب رمیم العادی رتبه مزی زبان زدی تعریف اتکته حقیرمزون جواهر عنایت اثباتنه حقی الماس چهر وزیر چهر وزیر دهانلerinden چهرریز
الماس گهرریز، الماس گهرریز دهان لریندن، لعل بار از زبان بی زبان لرین، گهرباش تعجبه خطاب ادب اردوی همایون قزاسنن، فلاتنه تقلیدنه بو گلlerine birayه جید امید geldirdiler ulûv cenab ve celalet şe'n ul mertebeden e'laydi ki huzuri zudud خشمlerinden خلاف فرمود تعلل مساق الیدی اول محله علی علا جناب الاستعمال کلمن خیلی سبکبار و بی مجالیدم فگیره اول حالت غذای اردوی همایون صدقه اولونمک محتاج خوردنی یک شبه اولان. هنوز این آدم چی میخواد بگه؟ مسکینه قل bağışlamaktan ibadet edü ki نقش ضمیر عبد حقیری چند محض دفاع غایله عدم اطاعت ملاحظه سیله قبولی مشتمل تقبیل دامن اقبال ایلیوب دستیاری. خیلی کتاب جالبیه، یعنی با این کلمات فارسی و عربی و ترکی رو خاطی میکنه، یه ادبیات جالبی رو عرض کردم. این شعرهای تبریزی قبل از 800 سال قبل هم یه چنین سبکی رو داشتم، با اینکه من خیلی در این زمینه ها هیچ چیزی زیادی حالیم نیست، اما تلاش کردم تا اینجا دوستان این صفحه رو بخونم ببینم این میرسه به یه اسمی، به یه تاریخی، چیزی نشد، ولی همینجوری یه چشم بندازیم بدون اینکه بخونیم ببینیم که این یه جایی میرسه که حرفاشو تموم بکنه، ببینیم که این چی شد، بالاخره این آدم جنگید نجنگید، کجا رفت کجا نرفت، خسوف خلاص، یعنی آدم رو بس به روز و شب و خسوف و خلاصه بیلو میگه غرد قضای دولتی دار الجهاد بقر، یعنی همینجوری داره هی میبنده این آدم رو، میخواد یه چند پول بگیره دیگه. اصلش اینه که این همه اینها برای اینه که از این آدم پول بکنه. کتاب سنگینی نوشته، یعنی نباید دست کم گرفت و فکر کنی که دارم تحقیرش میکنم، نه، ولی خب اصلش به اینه که یاکو خواجه خلیل الشأن فاخر اللباس ایکن. نه هنوز فکر کردم این خواجه وقتی خواجه اومد دیگه باید اسمی ازش بیاد، ولی چیزی نمیبینم. از این حرف عین هم استفاده میکنه، اونجا هم که دوبار گفتم بهتون دوستان، اینجا هم نگاه بکنید دوباره این صفحه هم یه عین گذاشته، اونجا مثل ها بود، اینا الان دیگه میبینیم که اینجا ه گذاشته. فکر کنم داره چیز عوض میشه. مثلا اگر از اینجا بخونیم ببینیم چی میشه. oldu rehal ile girmeke ikdam eyledi edemeyip el halet hazihi دو سجق نام قصه bir کلبه بیدر و روزن و bir خرابه محقر نشیمنده hele اعدا yüzün dahi görmez diye خاکنشین انزوا oldum bir یا و رفیق جکن متاعب شاقی طریق شیرازه مجموعه حواسه کوشه یکاویز
tefrege türüp ol gece daman khunu alır düştübden al düştübden gariban hased çak subhه varınca فراید شوار. نه دیگه همین، بریم این یه ذره کوچیک‌ترش بکنیم ببینیم که این آقا رو میتونیم یه جایی سخن کوتاه، اینجا بالاخره سخن کوتاه میخواد بکنه. شوقیله بیرایه خاطر که هزین باشد هر چند بارگاه سلطان، عقلی که کارفرمای گلمی و طبیعت دور، التجا ایلدم حجمه ناکاهیلر سیاه غمدر غمدن. شعر، احتمال میدم که این شعره. بلدم مدبر کارگاه وجود اولا، جناب دقیق شناسه جهر نیان. حالا دیگه اینجا سخن کوتاه ببینیم چیه. من آشفته احوال ندیدم خیش را هرگز بدین حال، حالت الامر ناجار مضطرب علوب، bir iki satır رکیک ترکیانه و ادای شکست بسته میانه و میانه دور میانه ایله خامه جگر دوز سرسردن خدام کامیابه سماعی شد منطقه ناتگه اولنور کن کوی سبحان یا بلا اولان یا سلطان بلا اولان باشمده کی حالی و مرآت کائنات نمای عقل و فکرمدکی صورت ازلالی görüp صندوقچه چشم گوهر اندوزدن صدمات های گریه آتشزای گلوسوزیله اولگدر لخت سرخاب یاقوت ناب و purna olacaktı. Perişan eylemişim ki درب دیوار بیت الحزن تخته مرجانه dönmüş و شکافته سقف بنم گرفتسی مانند ابر پاره شفق لاله رنگ علموش دیده دجله ریز کف اندازه خسبند صبر و تحمل مقاومت. خیلی آقا دیگه این خیلی ثقیل میخواد یه مسئله رو بریه ها. اینا همه هست اینه که آقا من یه مشکلی دارم مثلا میخواد اینو بگه، ولی خب خیلی دیگه تسلیت به تخصیص جان خیرت زده یا شمام فرسای راحت علوب بوشیده بسندیده صحراییله چه قطعلنmiş نغم sana ki bu sahne صحرای عالمده نهال صدره که بی همتی بلند ola دم نخست طالعده التجا ایده edecek la cehanda asad efendi ki efendin öle الحق مضمون گت از تسلی بخش گوش ز رجال امید دار اولدکده رایت بابنده. حالا دیگه متوجه شدیم که این کتاب ترکیبی از ترکی، عربی و فارسی هستش. خیلی از ادبیات خاصی نمیدونم اسم داره، من نمیدونم، اینو دوستانی که ادبیات رو بلدن از سجع چیه اینا استفاده کرده و خیلی حالا نمیدونم این موضوعش چیه، موضوع کتاب چیه، من میخواستم اینو بدونم حداقل. بوزه خورشید جهان تابان olsun روشن
کونی کوندن یک اله ایلیم خیر دعا تنم تنه کم ما شتهو کلک گوهر کلک گوهر زیز اله جهره بیرای عروس تنگ مدح و ثنا شاهد دولتنه زینت و فریوه مدام نقشبندان سنمخانه یه شعر و انشا. نه دیگه من متوجه این نشدم که این آدم چی میخواد. بریم ببینیم تو صفحه های میانی یه چیزی در مورد این کتاب میتونیم ببینیم موضوعش چیه. اینجا صفحه حدوداً 50 هستش. خیال در هزاران شه ایله هر باده و ورکدن بیر لفظ و هر لفظیدن بیر حرف استخراج علونب کلمه آخر سطریندن معانی اوایل سطور استدلال قلونب مرآت جهات نمای مضموننده جلوگر اولان تصاویر لطائف بی تکلفانه. اتفاقا این ادبیات تکلفانه هستش، اسم ادبیات لطائف بی تکلفانه و نکت هم مشربانه جمیعا نقش صحیفه ضمیر اولدکده شمشیر زهراب و اوده اتابلری بوله بر حق بریگ خطاب. بر اساس این چیزی که اینجا متوجه شدم این آدم در مورد که در شعر فنونی هست که مثلا کلمات رو یه جوری میارن که اگر این کلمات حروف اول کلمات رو جمع بکنید یه عددی میشه، یه تاریخی میشه، یه رمزی هست. فکر میکنم در این مورد داره حرف میزنه ولی کاملا متوجه نشدم. راستشو بخواید این تنها کتابیه که این همه ازش خوندم و اصلا سر در نمیاد موضوعش چیه. ولی به هر حال یه کتاب دیگه. گلبرگ باغچه امانی اولان جمال با کمال و سر و زیبنده خرام گلشن سرای کامرانی اولان قامت جامعه زیب توبا مسلری شاهدسی مشاهدسی üzere آرزوسی گریبان گیر قلم عباسی شعار علوب غلبه شوق. خیلی جالب آدم اینو اینجوری بخونه ولی خب من تا الان چیزی متوجه نشدم. نمیدونم. کتاب جالبیه، خطش خیلی خوبه، به خط زیبایی نوشته شده. بریم صفحه 100 ببینیم که تو صفحه 100 یه چیزی این شد. اوکی 50 100. ببینیم اینجا چی هست. آیا یه چیزی از اینجا میتونیم به یه موضوعی نزد لماز اولدن بری سبب وجود نزار آسیب تصرف روزگار ناهموار دیله بیر همزده علوب الهاز الان بیر لحظه و بیر آن روی راحت صحت نمودار علمیوب شمدیه دک میانه فلان باب آمده شد مکاتبات مودت فزود مغفل و مسدود. آقا اینا به هم نامه نوشتن، این داره اینو میگه، این داره مذاکره مکتوب میکنن ولی اینها مغفل شد، یعنی قفل خورد دیگه ادامه نتونستن بدن و مسدود اولدقی نقصان در رابطه به تاریخ احتمال میدم. اینجا یه چیزی هست ببینیم این اسم چی هست. منی ساحت لرینه طرف نسبت عبودیت اولان مرحوم عبدالرحمن زاده محمد افندینون نخل گلشن سرای زندگانیسی اولان صالح طلبی بندلری بدری زماننده کوشه حذر و اسمته حذر و اسمته علوم آلبه سعی و کوشش
کوشش üzere olup vefatından sonra dahi mütrifler halli iffet olup ihtiyar kedd eyyam ve leyali ile iktisab mealiyen bazl mecur üzere olmuştur. Bu abdibiriyalerdenler neden telemmüz etmişler idi. Ol cihetten vakıf çiçi tabi'i istidadi yüz anillah çiçi هست تعالی بله yüz an Allah Teala aftab cehantab faziletlerinden iktibas envare müsteid öldüğüne ve vusugimiz var idir. حالا اینا اطمینان داشتن. وسوق در عربی به معنی اعتماده. اعتماد داشتن که بالاخره ایشون علمی داره. حالا که خورشید ذره نواز التفاتlerine müsterrir olup مظهر olup تکیگاه عالمده بر دوش جوان چی اینجا رو نمیتونم جرانمنیز اوله باقی فرمان غنایی سلطان مدر محروسه استانبول ده در آغمان زاویه محروسه استانبول ده در آغمان زاویesinde مسند نشین meşihiyet olan Ömer Efendi tahrir ve irsal olunmuştur. İzzetli, faziletli Efendi Hazretlerinin Nadi Celil Abadilerine merasim muhabbet ve dola takdim arze dاشت. Muhabbet bir ya budur ki muhabbet bir ya budur ki zemir منیر عدیم المثالlerine tefahhüs چگونگی احوال مخلصی به هر حال آقا دیگه این یکی در داره هی چیز میکنه. اینجا فکر کردم بسم الله نوشته گفتم بریم ببینیم که مخالفت غنیزاده نادری افندی خواجه شهریاری گوتیل شیخ الاسلام رأیینه muhalefet ikinci defa Anatoli gazi askeri olduklarında o sal aksa tahniyet namedir ki çeşide mülk tahrir olundu. که سلک تحریر ölündü. حالا اینم بازم برای یکی یه چیز نوشتن ظاهرا یه نامه مثلا نوشتن ازش، حالا این رفته تو جنگ مجروح شده یه چیزی براش نوشتن فرستادن، اون رو داره میگه. اینجا هم سنان افندی مرحومه اهدا علومشته، اینم به سنان افندی فرستاد نوشته، برای ایشون نوشته و فرستاده. من موضوعشو متوجه نشدم راستشو بخواید، بیشتر از هر کتابی به این کتاب وقت گذاشتم ولی خوندنش آسونه، قلم خیلی زیبا و راحت قابل خوندن هست، با آنکه به فارسی و عربی و چیز شده، ولی اگر آدم یکی دو صفحه 10 صفحه از این کتاب رو بشینه از اول تا آخر بخونه چشمش عادت میکنه و مغز میتونه تصاویر حروف رو بگیره و به روز بدل بکنه، نه به اون زمانی که چیز بوده. البته که باید با معنی کلمات هم آشنا بود و اون خودش خیلی مهمه. اما ببینیم تو آخر کتاب یه چیزی نوشته که بالاخره ما و مسرور اولدغی مشهور اولجکتر امیددر که کوکب توفیق و هدایت الهی مشعل افروز راه بصیرت و آگاهی علوب
موافق رضای اولیای سلطنت و مطابق فرمان عالی شاه شریعت اولان وجه ازره ادا و تکمیل خدمات دین و دولت الامک مقدور مقدردر و جمله مقدمات افکار عرض نتایج ارز نتایج حسنیه صحیح مظهر اولا آمین یا رب العالمین باقی همواره تا بهار و مهر جان باشنده و باشند در جهان بیشه آن حله باقی صنعت اینزر گری نوبهار دولتت بادا امین باد امین از باد خزان تا به کام دل ز باغ شادمانی برخوری همت تمام اولدی تمام. تمام هیچی؟ نه آقا من متوجه نشدم. خب به طور خلاصه دوستان در این چیز یه مقتل نامه در رابطه با امام حسین خوندیم که در سال 762 نوشته شده که البته ما دیدیم که 927 هستش، این در سال 927 نوشته شده و در رابطه با حوادث کربلا در 210 صفحه شعر گفته و داستانهای اون روزی که شنیده بوده رو یا خونده بوده رو تبدیل کرده به شعر و داخل این ریخته و اسمش مقتله. ملاها هم به این کتاب ها استناد میکنن و از اینها بالای منبر سگاه میکشن و میخونن. کتاب دارای استاندارد هستش، یعنی صداها رو روی حروف و خطوط گذاشته. در نتیجه شما این کتاب رو بر اساس صدای اون نویسنده میشنوید و وقتی به اون صدا بخونید خودتونم با همون صدا میشنوید. مونده که البته باید برای فهم این کتاب تاریخ بدونید، یه مقدار از افرادی که در تاریخ نقش داشتن بدونید، یه مقدار دین بدونید، شیعه رو یه مقدار بشنوید، از این حرفا که هستش اینها رو بدونید تا این کتاب رو بفهمید. به نظر من کتاب ساده قابل خوندن هستش، دستنویسش خیلی سخت نیست، میشه خوند، حالا باید چش عادت بکنه. تماما شعر هستش ولی چون در رابطه با قتل یه خانواده یا یه تعداد بسیار زیادی در یک جا بوده و اسارت فرزندانشون، اسمش هست مقتل. مثل شاهنامه هست، داستان یک یا چندین نفر در این یک نیست، 10 نفر رو در اینجا و دیدگاهاشون رو آورده و از زبان اونها سخنانی رو گفته که اونها احتمالاً اصلا این سخنان رو نگفتن، ولی اینها به خاطر اینکه میگن خودشون رو جای اون قرار دادن و احساسات اون رو خواستن بازسازی بکنن و احساسات اون رو به شعر کشوندن. کتاب دومی که معرفی کردیم اسمش از مقنطرات. در این کتاب 2 وسیله اندازه‌گیری سطح جغرافیا و فضا، یعنی هم زمین هم فضا رو اندازه بگیرن. یکی اسمش بود قنطر که استرلاب به نظرم به فارسی گفته شده یا در فارسی اومده و البته این میگه در مورد هندسه هست. هندسه چرا هندسه میگه؟ برای اینکه این جهان در نظر اونها بر اساس اون استرلاب میگم شکل اون که عکسش هم نشون دادیم به نظر میاد که دایره‌ای شکل همه چیز و یک حالا بر اساس اون اندازه میگیرن جهان رو، مساحات بین فاصله خورشید و تغییرات اینها رو میگن. 2 دستگاهه در حقیقت در اینجا، 2 ماشین رو، 2 وسیله اندازه‌گیری جغرافیا و فاصله ها رو در فضا و در زمین معرفی میکنه. یکی اسمش هست قنطر و دیگری اسمش هست جبیه یا جبیه، نمیدونم الجبیه هستش. هر 2 تقریبا یک کارو میکنن. یکی جبیه تکمیلتر و بهتر اندازه میگیره تا اون استرلاب و در اینجا عرض کردیم که 2 کتاب در اصل اینجا هست، چون 2 وسیله رو معرفی میکنه، در موردش آموزش میده، حتی چگونگی کار با این وسیله رو آموزش میده. یعنی اگر شما و من بشینیم و این کتاب رو بخونیم با این وسیله آشنا میشیم و میتونیم کار بکنیم.
البته اگر بخوایم مثلا فالگیری رو بکنیم، خیلی کتاب خوبی هستش که مثلا بشینیم اینو بخونیم، بشینیم تو اینترنت مثلا بیایم برای انسان ها فالگیری بکنیم و با استفاده از این دستگاه بگیم چه اتفاقی برای شما میفته یا افتاده و فلان اینا، و بیشتر هم حالا حرفایی رو بزنیم که میدونیم دلش میخواد اونها رو بشنوه و بعد اینها رو حالا کتاب وقتی که به بیان سرفصل بحثا میرسه به عربی هست، ولی وقتی خود کلمه بحث سرفصل یعنی اون بحث اصلی رو بیان میکنه بلافاصله وارد بحث به زبان ترکی میشه. این هم از این کتاب اولش رو البته ببینیم، این هم اولش دیگه اینها رو گفتم دیگه نمیخوام خیلی برگردم. اینها این کتاب کسانی که این کتاب‌های تخصصی رو در اون وقت می‌نوشتن بر اساس تخصص خودشون و رشته تحصیلی خودشون می اومدن و خدا رو ستایش میکردن اول کتاب بر اساس اون و به آیات قرآن که در قرآن به همون رشته مربوطه استناد کرده و ستایش میکردن. جالبه، این هم چیز جالبه. کتاب به سطح خیلی زیبایی نوشته شده، خیلی خوب نگه داشته شده. متاسفانه هیچ تاریخی نتونستیم ازش در بیاریم که این در چه تاریخی نوشته شده، ولی خب به نظر من حداقل 200-250 سال حداقل سابقه داره برای اینکه اگر تو این مدت نوشته شده بیشتر تلاش میکرد که از این علومی که در غربی ها اسم گذاری کردن استفاده بکنه. از اونجایی که به قدیمی به نظر من این کتاب قدیمی هستش. البته اگر کتاب رو شروع بکنیم از اول تا به الان بخونیم به نظر من شاید بشه تاریخ رو پیدا کرد. و آخرین کتاب اسمش منشآت ویسی بود. منشآت احتمالا همون انشاها هستش، انشاهای جناب ویسی که اینجوری بگیم بهتره. من فکر کنم همین انشا بگیم بهتره. ایشون در مورد احتمالاً افراد مختلف، جریان‌های مختلف کتاب رو به ترکی، فارسی و عربی قاطی کرده، یک کتاب نوشته. من میتونم بگم که تقریبا تو این کتاب من متوجه نشدم، تو اونجایی که خوندم متوجه نشدم که کدوم زبان بر دیگری اینجا برتری داره، ولی خب این از هر سه زبان استفاده کرده در نوشتن اینها. بسیار زبان مکلفی هستش، سخت و بسیار درازگو، یعنی یک حرفی رو که میخواد بزنه 3 صفحه مینویسه و متوجه نمیشه که بالاخره این آدم چی میخواد بگه. اونقدر که میاد با کلمات فلان توصیف و تفسیر میکنه که آدم دیگه قم میشه. یعنی من میگم من اینو حداقل فکر میکنم 2-3 صفحه‌ش رو دیگه نشستیم از اول خوندیم تا آخر، ولی من متوجه نشدم که موضوعش چیه. از چند جا هم تلاش کردم شروع بکنم بخوندم و بفهمم موضوع چیه. در نتیجه چیزی هم از تاریخ از دستم چی میگن دستگیرم نشد. 124 صفحه این کتاب هست، در به هر حال جزو کتاب‌های ترکی. این رو صفحه بندی کرد و طبقه بندی کردم، من هم در داخل این قرار میدم. کتاب جالبی هست برای کسایی که بخوان. خسته کننده بود کتاب آخر، خسته کننده بود و من دوباره اینجا حسن خطاب مستطاب پادشاه لرینه بونین خواهرلرینین کلاهگوشه ابتهاجی فرقدانه همسر و تاروک از و اعتباری اوچ آسمانه برابر ارمشتر همیشه و دیگه همین دیگه. یعنی خیلی کتاب متنتن و سختی هستش. موضوع رو خیلی به سختی میشه فهمید که بالاخره سخنش چیه. به هر حال 3 کتاب ترکی رو امروز معرفی کردیم. به نظر من کتابی که در رابطه اسطورلاب و اینا بود، این نشون داد که زبان ترکی زبان علم و زبان اگر بتونیم بگیم ستاره شناسی و اجرام آسمانی هست و اندازه‌گیری‌های
فاصله ها و زمان ها و زاویه ها و اینها رو صحبت میکنه. به نظر من کتابی است علمی. خب طبیعتا احتمالا امروز دیگه این علم کهنه شده، جزو آب بابای علم نجوم آسمان باشه، ولی خب در زمان خودش کتاب بسیار. از طرف دیگه اگه بخوایم از دوستانی که تخصص در این زمینه ها دارن میتونن با خوندن این کتاب تخمین بزنن که این در چه سالی نوشته، چون برای که اون اصطلاحات و اون اعمالی رو که شرح میده اونها در یک زمان خاصی ادبیات ستاره شناسی اون روز بوده و کهکشان شناسی اون روز بوده و در نتیجه میشه فهمید که مثلا در این مقطع برای چه مقطعی در چه مقطعی نوشته شده، میشه فهمید. به هر حال من تخصصم نیست و برای من خیلی کتاب درست خوندنش خیلی جاذب بود، خیلی جاذب بود، عشق میکردم وقتی اون کتاب، ولی کتاب دوم خیلی سخت بود. واقعیتش اینه که خوندنش آسون بود اما خسته کننده بود، برای اینکه هی تکرار میکرد القاب و صفات و اینها رو کنار هم می آورد و اینکه آدم البته با خوندن این میشه خیلی خوب مخ آدم ها رو زد. با این کتاب برای شما لغت هایی رو یاد میده که بتونید مخ بزنید، ولی خب من اهل این کارا نیستم. در نتیجه شبتون بخیر، روزتون روزگار به کامتون.